الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. آیات قبلی الله تبارک و تعالی رد کرده بود بالای او رسومات مزخرفی که خود ایجاد کرده بودند، چیزایی را که الله تبارک و تعالی حلال و طیب پیدا کرده بود از طرف خود وامی گرفتن او را حرام قرار میدادند و از او استفاده صحیح نمی کردند. همچون اوهامات پرستی در بعض توده های مردم ما وجود داره، خصوصا در بین زنای ترگپا خیلی زیاد است. زنانی که حامله میشن اینطور فکر میکنه که گوشت مرغ برش درست نیست، ای باید نخوره، در اولادش نقص داره و همچنان تخم نمیخوره، میگه دی یک نوع سنگینی است. این کارهای است که از خود یا میکشن، نعوذ بالله، برای مردم میگه که نادرست است. همچنان بعضی اموری که در دین وجود نداره یا از خود اختراع میکنن، این زچه خانه است و این مرده خانه است. این اموری است که در دین وجود نداره، مردم در اونجا رفتن و آمدن و همچنان چیزها را خوردن که الله حرام نکرده، کسی حرام نمیتونه، لیکن باز مردم هم تابع اوهام پرستی های خود هستند. الله تبارک و تعالی سریعت امور رد کرد و اصل عامل ازیر شیطان معرفی کرد. شیطان امر به بدی ها میکرد و همچنان امر میکرد به ای که نعوذ بالله مردم در بی‌حیایی قرار بگیره. خصوصا یکی از جمله مسائل خیلی مهمی که شیطان دو زیاد تلاش داشت، نسبت کردن چیزایی که الله تبارک و تعالی او را حرام نکرده یا الله نگفته، مردم در موردش سخن میگه. او صورتهای خیلی زیاد داره که در مورد الله دروغ بسته کردن، مثل که عالی مردم ما عقیده داره که اولیای کرام نازدانه های الله است و الله بر ازیا بعضی تصرفات حواله کرده و یا پیش الله تبارک و تعالی خیلی قابل قدر هستند. به هر وجه که باشه الله قانونی خود میده میکنه، خو دوست خود خفه یا ولی خود خفه نمیسازه. یو نمو وهم بزرگ است که مردم ما را مبتلا به این عقیده غلط ساخته که اکثر مردم به الله عاجزی نمیکنه، به رحمانیت الله عقیده نداره، به قبرها رفته و صاحبای قبرها را وسیله قرار میدن. اینمی مسئله است که مردم ما نسبت میکنه به الله تبارک و تعالی ولی دلیل وجود نداره. اینمی را جور کردن بالای الله تبارک و تعالی او سخنایی که یقینا دروغ است. در اینجا الله تبارک و تعالی رسم دیگر خیلی مزخرف رد میکنه، او تقلید از آبا و در اصطلاح امروزی ما که دنیای کفر خیلی را زمزمه میده، رنگ نو هم میده و مردم در فریب هم میندازه، میگه تحفظ یا حفاظت از ارزش های ملی. این از جمله ارزش های ملی و عنعنوی ماست. شما فکرتان بگیره، دنیای کفر استعمار همیشه تلاش داره که به یک عنوان خیلی زیبا و جالب مردم ما را فریب بده. مثلا تجلیل از روز نوروز، ایرا یک روز ملی کشور معرفی میکنه، ایرا رنگ جدا میده. حتی بعضی اوقات میگه ما چیسته یادی از گذشتگان و از ملیت خود میکنیم. این کار عنعنوی ماسته. کسانی که با قرآن و حدیث رابطه نداره، خصوصا در دفاتر امیگه پار میگه برادر یک عنعنی ملیست، چرا این ممنوع باشه؟ مردم خوشی را اظهار میکنه. کسی که پابند دین الله تبارک و تعالی است، دین ما روزهای خوشی را، اوقات خوشی را بر ما معرفی کرده. ما از جان خود اوقات و روزهای خوشی را معرفی کردن نمیتونیم. اصلا بندگی الله تبارک و تعالی می مفهوم داره که ما به نظام الله تسلیم باشیم، عقل جنگی نمی کنیم. ما دیگر روش ها و مفکوره ها را ترجیح نمیدیم بالای قوانین نظام اسلام. الله تبارک و تعالی در این آیات ها امو حالاتی که مردم زمان جاهلیت از او استدلال می گرفتن او را رد میکنه. و این بسیار درس مهم است در زندگی ما و شما. هر کس می تلاش داره. امروز بزرگترین مانع برای حق جویی و حق طلبی امی موضوع است. پدرها و اجداد ما در ایران رفته، ما سرش افتخار میکنیم، از او خاطر ما به هیچ وجه گپای شما را قبول نداریم. شما خب در ترازوی انصاف طول بکنه، یک کسی از کتاب الله بیان میکنه، آیت قرآن بیان میکنه
و در مقابل آیت قرآن و حدیث صحیح پیغمبر صلی الله علیه و سلم مردم دلیل راه و رسم آبا و اجداد خدا پیش میکنه که ما پدرای ما امی کار کرده، از او خاطر ما امی کار میکنیم. نظام مقدس اسلام همچو حالات بررسی میکنه، تحلیل میکنه، برای ما چی دستور میده، ما از چی چیزی آبا و اجداد پیروی بکنیم، چی چیز مایه افتخار ماست که ما واقعا از آبا و اجداد خود بگیریم، کدام آبا و اجداد. از او خاطر قرآن کریم در اینجا موضوع خیلی مهمه برای ما پیش میکنه. امروز مردم ما اکثریتش فقط و فقط به یک ریش سفید بشی کل قرآن ترجمه کو، در آخر خاتمه میگه والا باباهای ما اینمی ترکده، ما دیگه قسم نمیتانیم. نعوذ بالله. این سخت اونمو استدلال غیر بی اساس یا پوچه، اونمو زمان جاهلیت است که در او زمانم در مقابل پیغمبران علیهم السلام مردم از این استفاده میکرد و ای را برای خود دلیل جور میکرد. امروز هم در مقابل قرآن و حدیث اینمی گپ مردم دلیل جور میکنه و ای اونمو امری است که قرآن مذمتش بیان میکنه، الله تبارک و تعالی ای را رد میکنه. این بسیار یک استدلال پوچ است، خصوصا که رنگ جدید هم برش میده. ما برادر یک عنعنه ملی ماسته، عنعنه ملی در مقابل دین الله هیچ ارزشی نداره. عنعنه ملی کدام عنعنه ملی؟ بری تو کدام ارجا داده، بری تو کدام ترقی و سعادت و نیکبختی را کمایی کرده، یعنی که تو را کمرشکن ساخته. یک مردم بگوید که ما توی حتما در هتل میکنیم، چرا؟ عنعنه ماسته. کمری تمیده کرده، تو را در بدر کرده، تو را حتی مانع شده که ازدواج کرده بتانی. چرا اینطور در هر امری که مردم باباهای ما انجام داده ما برویم؟ نه. قرآن کریم این موضوع را خوب واضح میسازه. روز به روز دنیا در حالت پیشرفت است، تکنولوژی جدید ببینه. روزی بود گروپ وجود نداشت، در اون زمان شیطان چراغ بود، در بوتلای رنگ واره تیلی شرشمه منداختن که تیلی چی میگیم سیاه برش میگیم. در اونجا امو پلتی امو چی چراغ هم خودی ما از پخته جور میکردیم، بسیار دودام میداد، بویام میداد، گاهی چپه میشد، فرشا را میسوختند. اما امروز مردم هیچ ضرورتی در دادن این گپا نیست. بٹن میزنه دنیا یک دم روشن است، مثل که در بیرون در آفتاب نشسته باشی. چقدر پیشرفت شده. آیا در علوم، در درک مسائل و حقیقت مسائل پیشرفت ها نشده؟ استعدادهای انسان روز به روز شکوفایی پیدا میکنه، روز به روز انکشاف پیدا میکنه. مردم دسترسی جدید به دست میاره، مردم کامیاب میشه. در دین روز یک کتاب پیدا نمیشد. ما استادای خود دیدیم که کتاب نوشته کرده، قلمی نوشته کرده، شرح وقایع را خوانده، شرح وقایع را کتابچه جور کرده. هر روز که درس خوانده، درس در کتابچه نوت گرفته، از دستی که کتاب وجود نداشت. امروز جهان مکمل کتابا را در یک دیویدی و سی دی برات جمع میکنه، در پیش روی در کامپیوتر کلیک میکنی، یک موضوع را در آن واحد، اگر یک کلمه در 1,000,000 جای آمده، در آن واحد امو کلمه را برات میکشه. چقدر پیشرفت صورت گرفته. ما از امو خاطر الله تبارک و تعالی در اینجا رد بالای تقلید کورکورانه میکنه. تقلید کورکورانه این امیره میگه که بس پدرها کرده و باها کرده، اجدادا کرده، ما میکنیم. او برادر چرا میکنیم؟ چی مفادی داره؟ چی سعادت و نیکبختی بر ما داده که ما از او پیروی؟ آیا امی کاری را که انجام داده کدام مردم و ملت است؟ چه قسم حیثیت داشت؟ در جمله آبا و اجداد خو بسیار آبا و اجداد ما داریم. امروز بسیار سخت مسئله است. در بابا و اجداد ما پیغمبر علیه السلام تیر شده. کسی که وحی از جانب الله میشه، قدمش، حرکتش، گفتارش هیچ خطایی نداره. و ما ينطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى، معصوم است. در بابا و اجداد ما ابراهیم خلیل الله تیر شده که الله میگه ولقد اصطفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره من الصالحین. شخصیتی که هم در دنیا امتحان بزرگ داده کامیاب شده و الله تمجیدش میکنه. شخصیتی که نه تنها در دنیا، در آخرت هم الله او را از جمله صالحا گشته. خالی ما پیروی کدام جد و کدام بابا را بکنیم؟ آیا بابی که مثل ابراهیم خلیل الله واری باشه که الله تایید کرده، یا بابایی که مثل پیغمبر علیه السلام که از نفس ما کدم خیلی مهربان بالای ما؟ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم. پیغمبر از نفس ما کدم برای ما خیلی مهربان است. ولی کدام پدر ما پیروی کنیم؟ یا پدری که چوپانی کرده، یا پدری که خود نعوذ بالله در چرس و بنگ و دزدی و قمار زندگی را سپری کرده، کدامیش پیروی کنیم؟
تعصف است در اینجا. امروز ملت مسلمان و معاشره مسلمان خب دقیق زیر نظر بگیره، این حالت ها را میبینه. در مقابل آیات قرآن میگه گپ میزنه، میگه بابا و اجداد ما این کار کرده. قرآن میگه و اذا قیل لهم اتبعوا، مزامت یمی مردم بیان میکنه. پیغمبر علیه السلام دعوت میده. چی دعوت میده؟ ببینه چقدر مهم گپ است. و اذا قیل لهم، وقتی که براشان گفته میشه اتبعوا، تابعداری کنی، در نقش و قدم بروی پشت سر ما از آن چیزی که انزل الله، الله نازل کرده، نظامی را که الله وضع کرده، حکمی را که الله روان کرده. الله خالق جهان، کسی که مصالح کل امور میدانه، علم غیب داره، همه مصلحت های انسان الله در نظر گرفته. او یک حکم روان کرده، برش میگی بیا تابعداری از او را بکنیم. خب گوش داره بگیری که مزمتی گپ چقدر زیاد است که یک انسان در مقابل ما انزل الله چی جواب میگه. قالو، یا میگوین بل نتبع، ما خو پیروی میکنیم، روان میشیم ما از او قانون یا از او عنعنه الفینا که یافتیم علیه، بالای اونمو عنعنه، اونمو رواج، آباءنا، پدرای خدا. بس پدرای ما میکاره کرد. ببینه یک طرف ما انزل الله دعوت است، با آن چیزی که الله فرستاده. گپی من نیست، سخنی من نیست، خیر است، گپی مرا نپذیر. ما ادعا ندارم که از تو برتر هستم، ما گپی مرا بپذیر، گپی خود سری تو تحمیل کنم. نه، بیا به سوی آن چیزی که الله متعال فرستاده، خالق کل جهان، مربی کل جهان، که قانونش سر کلگی خودم اعتراف داری. امروز مسلمان میگه من بنده الله هستم. بندگی الله چی مفهوم داره؟ که هر حکمی که از جانب الله آمده بدون چون و چرا، به سر و چشم اطاعت کردن از او و پیروی کردن از او. خیر بندگی چی مفهوم داره؟ امروز اینمی قرآن دعوت میدی مردم، امی مردم پس امی گپ برات میگن نه نه نه، چیزی که بابا و اجداد ما کرده. ما گله از عوام ندارم، یقینا عوام بیچاره ای قدر درک هم نداره، ای قدر در تلاشی گپام نیست که فرق بتونه کدام امر سبب سعادت و نیکبختی است و کدام سبب بدبختی است. ایره درک کرده نمیتونه. هر کس دمو شق خود تلاش میکنه چیزی مهارت حاصل بکنه. اما گله از علماست. شما باور به الله بکنید، شما علمایی داری که امروز در سر منبر به مردمی توصیه را میکنه که ای مردم، کسانی پیدا شده کلا سفیدکا از پاکستان آمده گپا میزنه، از قرآن و حدیث گپ میزنه، خودش هم میگه که از قرآن و حدیث گپ میزنه. خوش کنه که شما را گمراه میسازه، رای بابا و اجداد و پدرایتان اعلان نکنه. شما خب این را سنجش کنی، وزن کنی، ای آیت قرآن یک دفعه در پیش رو بگذاره و بعد از او ای سخنای ای علما و ملاهایتان یک دفعه طول کنی. حالی بعد از او باستم خودت طول کن که او خود برات میگه به زبان خود که کسایی آمده که از قرآن و حدیث گپ میزنه، گپش هم از قرآن و حدیث است. خوش کنی که شما را گمراه میسازه. ما براتون توصیه میکنم که رای امو عقیده که بابا و اجدادتان، امو رای که بابا و اجدادتان داشت، او را اعلان نکنه. شما خب سنجش بکنید کجا هوشی ما رفته، کجا عقلی ما رفته، کجا فکری ما رفته. آخر ما خود دیوانه نیستیم. یقینا تقلید امی چیزی را میگه. ای قلاده را گردن بند در دستی کسی دیگه بده، برش بگو که هر طرف مرا کش میکنی روان هستم قطت. اگر در چا مرا کش میکنی، اگر در هر طرف کش میکنی، اینی را تقلید میگه. تقلید بگوید سر ریسمان در دستی دیگه کس بده، در گردن خود پرتو و برش بگو که من روان هستم پشتی سرت، هر طرف که مرا کش کرده رویستی. همین معنای تقلید است. کتابای لغت ببینید. تقلید قلاده انداختن در گردن حیوان میگه، گردن بند انداختن در گردن حیوان. تقلید به خاطر تقلید میکنه که مقلد کسی که تقلید میکنه از مقلد، اما مقلد میگه که هر طرف مرا کش میکنی، خوش کوتری تو را ما میپذیرم، قولت به سر و چشم میپذیرم، خب بلا دلیل، هیچ دلیل وجود نداره. این معنی اصطلاحیش است. تقلید چیه میگه؟ قبول قول غیر بلا دلیل. به دلیل قول غیر بپذیر، خلاص هر طرف که تو را کش میکنه برو. اینی را میگه تقلید. و قرآن مزمت از را بیان میکنه. یک آیت نیست، در چندین آیت ها الله تبارک و تعالی سری موضوع رد کرده. چرا؟ این استدلال مشرکین و زمان جاهلیت بود در مقابل پیغمبر علیه السلام. امروز تو مسلمان دعوای بندگی الله را داری، دعوای از را داری که من عقیده به کتاب الله دارم، به او تسلیم هستم، اما کتاب الله برای تو دعوت میده، خود تو نمیپذیری. ببینید دیگه حالی کدام طرف روان شویم، کدام طرف بریم، از کی گله بکنیم؟ عوام ما را بگذار. ملا صاحب در سر منبر میگه، یک ملا صاحب گفته بود در سر منبر، او مردم فکرتان باشه
که کسای جدید پیدا شده داد از قرآن و حدیث. شماقتش دلیل هم گفتن نمیتونه، بسیار مهارت در قرآن و حدیث داره و دلیل گفتن نمیتونه. همین مجردی که کلمه توحید در زبان گفت قطع دانگ بزنیشه، قطع چوب قطعتان باشه، دیگر را نداره. کلمه توحید که در زبان گفت. شما باور به الله بکنه شاگرد امو مولایی را در پیش ما درس میخوان، ما گفتم تو موحد هستی؟ میگه نه 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 نه. بیچاره وقتی که از پاکستان برام خط روان کرد که مولوی سے بسیار سخت ما چی شده بودم، ما چرا اینطور بودم، چرا اینطور میگفتم؟ تو بی استازش برای ای تلقین داده بود که کلمه توحید در خود نسبت نده، خدا موحد نگو. چرا یه شعار او مردمی هستن که وا دعوت به سوی قرآن و حدیث میده. امروز همینطور است. از توحید چقدر مردم بد میبره. در کدام مجلسی که گپ توحید برای یا شور میخوره یا اونجا حرکت میکنه. ما خو الحمدلله اگر مجلسی دستاربندی است، اگر هر مجلس باشه یک شینگ در توحید میارم در عقیده. با سعی میکنی که امی مزخرفین و مبتدعین که مجرد گپ توحید شروع شوه شور ماشور غال مغال میکنه. کسی شاید باشه حاجی صاحب غلام حضرت همینجا است، شیخ صاحب عبدالکریم خواسته در استالف رفته بودیم، دستاربندی حفاظ بود، موضوع را بردم در توحید. شما باور به الله بکنی مولایی صدا کرد، برش بگو بس کو بس کو بس کو. همی گپا را میزنه. گپی توحید سرشان قطعا خوب نمیخوره. چرا؟ یا خود او دخیل هستن، خود او داخل هستن، غرق هستن و توحید خوش نداره، الله پرستی را خوش نداره. خلاص تو دعوت برای الله بده ای را خوش نداره، دعوت به سوی قبرا بده تو را خوش داره. خب چرا؟ کدام دعوت هستی؟ قرآن کریم برای ما میگه وقتی برایشان گفته میشد به با ما انزل الله، آن چیزی را که الله نازل کرده. امروز به می مردم میگیم به آن چیزی که قرآن بیان میکنه. ما انزل الله چند چیز است؟ بگوید دو چیز است، یکی کتاب الله و یکی سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما انزل الله داخل است. چرا سنت رسول الله تشریکی است؟ بگوید قرآن است. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. خود قرآن میگه و ما ينطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر تشریح قرآن میکنه. پس ما انزل الله کتاب الله و سنت رسول الله است. ما دعوت ما اینمیسته و مردم بیه پشت آرا و نظریات احمد و محمود نگردیم که حالا فقط احمد اینمی چیزا گفته ولو که در حدیث آمده ما قبول ندارم. از این خاطر علما بعد از اینکه تقلید تشریح میکنه تقسیم میکنه تقلید، یکی به محمود و یکی به مذموم. تقلید محمود کدام است؟ تقلید محمود و نموسته یک عامی چیزا نمیفهمه، میره در پیش عالم از او سوال میکنه و گپی که او برش میگه او را قبول داره. چرا قبول داره؟ همین چرا قبول داره؟ بچه کاکایش است؟ بچه مامایش است؟ به این خاطر که پیسه دار است؟ به این خاطر که صاحب منصب است؟ به کدام لحاظ گپی همی آدم میرگیره؟ بگوی شما. به خاطر که آدم به قرآن و حدیث مهارت داره و سخن از قرآن و حدیث برام میگه. خود زمانی که گپی امی آدم معلوم شد که خلاف قرآن و حدیث است، آلی او گپ میپذیره یا ترک میکنه؟ ترک میکنه. اینجاست. تو در مجردی که رفتی از او سوال کردی و سوال از او را جواب از او را تو قبول کردی، روان شدی به مورا، اینی را بنامی اگر با اصطلاح تقلید مینامی تقلید برش بگو، وگرنه اتباع است. چرا این آدم تابعداری از او را از نگاه دلیل کرده یا بی دلیل کرده؟ او از این خاطر کرده که ملا صاحب است قرآن و حدیث خوانده، به دلیل شریعت مرا اینی امر کرده، به دلیل شریعت امر کرده، ما باید این امر بپذیرم عمل سرش بکنم. خود زمانی که معلوم شد برش که امین مرا از دلیل سخن نگفته، حالی قابل اتباع است، در راه از او روان شوه نشوه. ببینه این خیلی فرق واضح است، یکی تقلید است یکی اتباع. اتباع پیروی از کسی، در نقش و قدم کسی رفتن بنابر چی؟ دلیل. او تقلید چی را میگه؟ اتباع یا پیروی و عمل کردن کسی بگوی بلا دلیل. ابن همام شارح هدایه صاحب فتح القدیر رحمه الله او امیر میگه که تقلید عبارت از عمل کردن به قول کسی است که او دلیل، قول از او دلیل بالای تو نیست، حجت بالای تو نیست. قول از او حجت بالای تو نیست او تو تابعداری از او را میکنی. قول کسی که حجت باشه از او پیروی کردن او را تقلید گفته نمیشه، او را اتباع گفته میشه. از قرآن حدیث پیروی کردن، از قول صحابی پیروی کردن، قاضی حکم کردن به دو دانه شاهد، این قولش حجت است. چرا؟ شریعت گفته که 2 نفر شاهدی بده او شهادتش است مقبول است. اینا
میگه پیروی کردن، عمل کردن به قول کسی که قولش حجت نباشه. تو از قول از پیروی بکنی، به قول از عمل بکنی، اینی را به نام تقلید یاد میکنه. و اینمی عمل کردن در جواز و عدم جواز، در حلال و در حرام باشه. این بسیار تعریف جامع و مانع است که صاحب فتح القدیر کرده. اینطور نیست که شما در مذاهب علمایشان فقط همینطور، کسی ثابت نمیتونه از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که گفته باشه در هر قول ما شما تابعداری مرا بکنی. به صراحتا قول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است که با کسی جایز نیست که با قول ما فتوا بده تا وقتی که معلوم نکنه که از کدام جای ما گرفته امامی قول. بیا ولی تو بگو که حنفی تو سیام هستم، در مذهب تو داخل استی یا ما داخل هستم، در مذهب تو داخل نیستی. ام قرآن و حدیث ترک کردی، برش پشت دور دادی، نعوذ بالله. و ام سخن امامی تا که تو برش میگی من تقلیدش میکنم، ام سخنم نمیپذیری. چرا امام ابو حنیفه رحمت الله نمیگه اذا صح حدیث فهو مذهبی؟ حدیثی صحیح اگر ثابت شود اون مذهب ماست، امور رای ماست. کسی ثابت بکنه که یک امام مردم گفته باشه که پشتی سری ما بیایه، هر چیزی که ما میگم شما بیایه. نه، میگه تا وقتی که سخن ما در مقابل قرآن و حدیث در تضاد واقع شد، سخن ما را در کجا بزنه؟ در دیوال بزنه. خیر بس دین خوی نمیره. میگه بی به کتاب الله و سنت رسول الله رجوع کنیم، یک اختلاف باقی نمیمانه. با الله قسم دست اینجا میگیریم یا در زیر ناف بگیریم. ما تو امروز فیصله نمیتونیم که این حدیث قوی است یا این حدیث قوی است. این فیصله در روز زمان شده. محدثین امروز زمان روایت تحلیل میکنه، بعد از فیصله میکنه که کدام روایت قوی است. بریم دیگه به انصاف، تو را به الله قسم عالم هم هستی، کتابای حدیثه خب همینطور بدون تعصب کلش مطالعه بکو که کدام حدیث قوی است. رفع الیدین قوی است یا ترک رفع الیدین، با وصف که مسائل هست که نماز میشه اگر کسی رفع الیدین میکنه، اگر گب دستر افضل و عدم افضل است، دست اینجا بسته میکنی یا اینجا بسته میکنی، امین بزرگ میگی بگو یا خفیه میگی. این مسائلی است که در نماز کسی خلل نمیه، اما کسی که پشت افضل میگرده یقینا انصاف داره. ما به خاطری در اینجا دست نمیگیرم که قول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در این مورد نیست، قول محمد رسول الله خود این مورد است. قول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نیست، قول محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. قول محمد رسول الله تو مامور استی از جانب الله اطیع الله و اطیع الرسول. خب گاهی در یک جای نگفته که اطیع چیست ابو حنیفه، در کدام جای ثابت کرده میتونی؟ در کجا گفته؟ مردم باز میگه مولوی صاحب دمی مذهب چسبیده در بدر کرده ما را. نکاح شافعی را با حنفی امی علما نگفته حرام، نماز در پشت یکی دیگهش نمیخوانه. تا امروز امی موضوع نیست، امی افتراق نیست. برو در کتابای نعوذ بالله لعن به امام شافعی رحمت الله علیه وجود نیست. امی را نوشته نکرده که میگه پیغمبر فرموده که در امت ما کسی پیدا میشه که نامش محمد ابن ادریس است، او از اولاد ابلیس است، نعوذ بالله. خب بگو در اینطور شخصیت ها تو بنابر تعصب مذهبی اینطور خرافات و اینطور نعوذ بالله طعن و لعن میگی، این کدام دین است؟ این کدام است؟ دیگهش باز هنوز نقل هم میکنه، میگه امام شافعی رحمت الله علیه در پالوی قبری امام ابو حنیفه آمد، باز چیست اینجا چی کرد؟ نماز خواند. باز در نماز خود امی دعای قنوت در چی نخواند؟ در بعد از رکوع، قبل از رکوع خواند. به خاطر چی؟ که مسلک امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دعای قنوت قبل از رکوع بود او مسلک از او بعد از رکوع بود. یک امام بزرگ دین در پالوی قبر کسی نماز میخونه؟ در هر جای نماز صحیح است، خود در جای نماز صحیح نیست بنابر حدیث. یکی در مقبره نماز صحیح نیست، در پالوی قبر، و یکم در حمام نیست. این حدیث های صحیح است. او کسی که در پالوی قبر نماز میخونه پیغمبر برش لعنت گفته. چطور شده میتونه یک امام بزرگ بیا با در پالوی قبر امام بزرگ دیگه چی بکنه؟ نماز بخونه. چرا خودسازی و روایت های خود ساخته و پرداختی تونه برای فضیلت بیان میکنه؟ چرا اینطور کار میکنی؟ نه، اگر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قابل قدر و عظمت است، به خاطری است که عرق ریزی در کشیدن مسائل از حدیث و قرآن کرده، عرق ریزی کرده، مسائل کشیده، از دو خاطر قابل قدر و قیمت است. امی عمل اگر امام شافعی کرده قابل قدر نیست؟ اگر امی عمل اوزاعی کرده، ثوری کرده، اگر این عمل احمد ابن حنبل و امام مالک کرده، اگر این عمل هر کسی دیگر مثل امام بخاری کرده، محدثین کرام تابع کدام مذهب نبود؟ یکی شام تابع کدام مذهب نیست.
اگر وا همین قدر استنباط میکنه مسائل باب میگذاره. امام بخاری رحمت الله علیه عجیب یک استنباط از یک حدیث در کتاب شما میبینی 30 مرتبه آمده، در 30 مرتبه 30 مسئله را پیش استنباط کرده، باب برش وضع کرده گذاشته. چقدر فقاهت است، زیرکی است. تو حالی او را قدر نمیکنی، او را عزت نمیکنی. مشکلی نمیجاست که پیش ما باز میگیم 4 مذهب قبول داریم، خو یکی دیگه شه در عمر هم عمل سرش نمیکنیم. چرا کدام دلیل داری که تو همیشه به قول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عمل بکو، به قول امام شافعی نکو، به قول امام مالک نکو، به قول احمد بن حنبل نکو؟ کدام دلیل داری؟ بگو برام. حالی اگر انصاف باشه خو رفع الیدین تو نمی قرائت خلف الامام نمیکنی، سوره فاتحه را پشت امام حتی در نمازهای خفیه نمیگی. چرا؟ امام ابو حنیفه گفته. خو امام ابو حنیفه گفته، 3 امام دیگه گفته که خوانده شوه. تو از یکی را قبول داری، از 3 را نداری. من از مکه امام ابو حنیفه خوب میفهمید. یک عالم جید امی وطنیتان در مردم گفته که مولوی سے متوکل است، امام ابو حنیفه کدام مولوی زیاد خدا بالا میتراشه. ما خوب میفهم، مولوی متوکل خوب میفهمه یا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. ما ادعا نکردیم که نعوذ بالله علم ما از امام ابو حنیفه بلند است. خاص تو سوال دارم از تو عالم که خیر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خوب میفهمید یا امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل؟ برو گپ د سری فهمیدن که هست یکی در معیار ثابت بکنیم که کدامش خوب میفهمید. 1 نفر خوب میفهمه یا 100 نفر خوب میفهمه؟ 100 نفری که زمانی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است. از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که پیش از تو سوال میکنم، امام ابو حنیفه خوب میفهمه یا صحابی جلیل القدر ابن عمر رضی الله عنهما یا عمر یا ابوبکر یا عثمان؟ گپ دی اگر باشه خب باز دیگه ضرورت به این نیست. اول در ردیف اول میریم در زمان پیغمبر که کی خوب میفهمه، کی خوب میفهمه امور پیروی میکنیم. گپ هیچ نیست. دین این میگه میگه پیروی از کتاب الله و سنت رسول الله. ما که قابل قدر اقوال علمای خدا میدانیم، به خاطر میدانیم که علمای ما یقینا در میدان علم زحمت کشیده، رفته، تحمل مشقات کرده، تکلیف کشیده، بسیار دقیق مطالعه کرده، مسئله را از قرآن و حدیث مستنبط کرده. اولی مسئله آیا مجتهد همیشه ثواب ده ثواب میرسه یا خطا میشه؟ پیغمبر علیه السلام میفرمه که مجتهد گاهی خطا میشه، گاهی ثواب به ثواب میرسه. اگر به ثواب رسی چند اجر داره؟ اگر خطا شو چند اجر داره؟ یک اجر داره. لیکن خطایش گرفته میشه از مجتهد؟ نه، ما ثوابش هم میگیریم. نزاع از کجا پیدا شد؟ علی دین اینمی دین است. یک فرقه است، یک مسلمان هستیم. علی کسی نیست که شعار خود بالا کنه که من حنفی هستم دیگه بگم من شافعی هستم. دین یک دین است، نظام یک نظام است. بس هر قول هر عالمی که مطابق کتاب الله و سنت رسول الله است بس قابل قبول است. این حقیقت اتباع نمیره. اتباع چی مانا؟ قبول قول کسی را بنا بر دلیل. اگر تو از مولا صاحب گپش قبول میکنی ولو که دلیل سوال نکردی، خود تو به این خاطر پیروی میکنی که از مکه قرآن حدیث میفهمه، مسئله را از قرآن حدیث برام بیان میکنه. اگر برای تو واضح شوه که مسئله را از شکم گفته، باز پیرویش میکنی؟ نمیکنی. بس این می اتباع است. تقلید و نموره میگه که تقلید مذموم و بد. اگر این یک اختلاف اصطلاحی است که تو برات واضح میشه که این سنت رسول الله حدیث پیغمبری نیست، خود تو میگی امام صاحب ما نگفته، اشاره ثابت است. امام صاحب هم گفته. خود یک عالمی که هیچ هویتش معلوم نیست صاحب خلاصه اوجا باز اشاره نمیکنی، باز به مردم میگی بله در حدیث ثابت است، خود مذهبی ما ثابت نیست. مذهبی تو امام ابو حنیفه رحمت الله دعوا کرده که مذهبی ما خلاف حدیث پیغمبر باشه. او خود گفته که قول ما خلاف حدیث بود، بزنید در دیوال. چرا اینطور میکنی؟ مردم در دوریایی و سیرایی انداخته، مردم متردد کردن، نعوذ بالله علیهم. آل فعلا دیگر راه پیدا نکردن. ملاهای بزرگ دین بیگاه خفتن. یکی از شاگردای ما تقریبا نیم ساعت قطمه گپ زده. چرا؟ به خاطر که یک مولوی صاحب در یک جای تقریر کرده، گفته که 2 دانه زن اینجا آمده بود، مردم دعوت میداد ترجمه قرآن کریم، به نام ترجمه اونجا درسای یهودیت داده میشه. نعوذ بالله. ببینید این عالم است، دورم نیستی. ای جناب عالم، تو را به الله قسم در روز قیامت الله برات چی میگه؟ ولا تقف ما ليس لك به علم. کدام دلیل و سند داری؟ خواهر
تو باید خجالت بکشی که یک خواهر در مسجد تو میاد مردم دعوت میده به سوی ترجمه قرآن کریم و تو باز در مقابل بخیزی و بگویی. به مردم چی میگن؟ مورث متوکل امام ها را دودش نام میده. او مذاهب قبول نداره. و برادر دودش نام نعوذ بالله چشم ما کور نمیشه که ما در اسلاف خود ما خود دعوا داریم که مردم بیاید دین به مفهوم سلف بشناسیم، بیا رای سلف را پیش بگیریم. در سلف ما کی داخل است؟ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه داخل است یا نیست؟ داخل است. ما میگیم به مو منهج روان شیم او شما میگی اینطور. عجیب نیسته این تبلیغات تا کجا را؟ ما از کی گله کنیم؟ یهود آمده دست ما را گرفت از ترجمه، نصارا آمده کسی نامده، خب ملا ما را ضربه زده. ملا روان میکنه، من یقین دارم که ملا روان میکنه که نارنجک پرتو، ملا روان میکنه که پشته را بکن، پشتر ترجمه از پیش روی مسجد کنده میشه. ما در یک جای ترجمه داشتیم در مسجد که می مجرد ترجمه را شروع میکردم برق میرفت، از کلی جای برق بود در مسجد نبود. عجیب است. ببینی یک کسی که ولی یقینا اگر این گپا نباشه مفهوم قرآن واضح نمیشه. ما میگیم باید دیگه پا باشه، این تبلیغات باشه. چرا؟ اگر نباشه باز ما کسایی که دشمنی واقعی قرآن از شناخته نمیتونیم شناخته که واقعا با قرآن کی دشمنی داره، کدام طایفه دشمنی داره، کدام طایفه میخواه مردم در تاریکی نگاه کنه اما پاچایی خود سرش پیش ببره، کدام مردم است. این گپا که پیدا شوه ما باز حقیقت قرآن درک کرده میتونیم که حقیقت قرآن چیسته. این آیت شما در پیش ریتان بگیره و تطبیق کنه که امروز کیسته، کدام مردم است. وقتی برش میگی بیا اتبعوا ما انزل الله، به تابعداری از کتاب الله و سنت رسول الله بکنی. با الله قسم اگر دیگه طرف شما را دعوت دادم مرا اعدام کنه. ما میگیم اتبعوا ما انزل الله، قالوا مردم چی میگه؟ بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، ما تابعداری امو چیزی را میکنیم که پدرای خدا یافتیم سرش. کدام عنعنه رواج؟ چرا پشت مرده بدرقه میکنی؟ چرا الوا را در قبر میبری؟ چرا شام الوا جور میکنی؟ چرا جمعه میگیری؟ چرا 3 و 4 میگیری؟ چرا 40 سال پیرگی میگیری؟ بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا. چرا نوروز تجلیل میکنی؟ الفینا علیه آباءنا. چرا بیرق بالا میکنی؟ الفینا علیه آباءنا. چرا این هتل بازی تو یار دایی کمر شکن در بدر تو را کرده چرا این کار میکنی؟ الفینا علیه آباءنا، پدرای خدا یافتیم، پدرای خدا یافتیم. خب من پیش براتون گفتم پدرها در کدام کارا یافته شده؟ در این کارا، در دیگه کارا یافته نشده. در یک اتاق زندگی نمیکنه. زمان قدیم نیسته که در یک شنگش چیسته گو گوسفند بسته باشه در دیگه این خو بکنه. امروی میمان یک جای اینجا اتاق علایده داره. خانه حیوانات از خانه رهایشی خود حالی چند کیلومتر دور در باغ جور میکنه به خاطر که بوی بدش نبیه. پدری چی رقم میکرد اگر تو واقعا تابعداری پدر میکنی؟ باز کدام پدر؟ قرآن چی درسی بر ما میگه؟ اولو کان آباهم، آیا اگر چه پدرایشان لا یعقلون شیئا، هیچ چیز را نمیدانن. کاش که یا الله قوی تفکر برشان میداد، خودشان مردمای دانشمند با آخرت میبودن. یک چیزی را خاکه را جور میکرد برای زندگی که او معقول میبود، مناسب میبود. ولا یهتدون، هدایت یافتم نیسته، از کسی دیگم نشونیده. صحیحه. قرآن برد از کدام پدر پیروی کنیم؟ قرآن میگی تو پدرایی که خودم عقل نداره، مفکوره نداره و از دیگران نشونیده. نه در مدرسه رفته، نه در مجلس چیسته بگه اجتماع رفته که یک چیزی را شنیده باشه. خب پدرای ما چی رقم بود؟ راست نبگه. کدام مجلس قرآن برشان میسر شده بود؟ بگه. کدام ترجمه قرآن برشان میسر شده بود؟ پدرای ما در یک قریه خیلی بزرگ نماز جمعه خوانده نمیشد. ملاها اختلاف دایی داشتن که نه، اینجا نماز جمعه در جایی میشه که اونجا کلی کسب کارا موجود باشه. تالی دولت وردک جمعه خانی حتی در سطح ولسوالی نیست. چرا نیست؟ ولی اینجا شعار نیست. جمعه باید در شعار خوانده شوه. پدرای ما خدای نمیتونه عمر تیر کرد. قریه ما 150 خانه بود، نماز جمعه نداشتیم. 3 نفر از کل 150 خانه در نماز جمعه در یک قریه دیگه میرفت. 3 نفر. این مردم دیگه نه لاسپیکر بود، نه مولا بود تقریر بکنه. همین دین از کجا یاد میکرد؟ من ایران مانده بودم، اما بزرگترین مولای ما نجار بود. چی بود بگه؟ نجار. بالله قسم اینه براتون میگم.
از قدری بالا و پدرش وس نداشت که یک حرف درس بده. ما از قری خود می رفتم، مختصر الوقایه از کتاب فقه است، 1 ساعت منزل میکردم، به مولای دیگه می رفتم. خب مولای دیگه هم تا باب زکات یاد داشت. 1 سال تا باب زکات مرا درس داد که تنها زمستان می رفتم، تابستان خب بیازو نه درساست نه مولاست، هیچ چیز نیسته. در دیاتا تالی رم همو گپاسته. باز که می رفتم میگه اثر میخوانیم. مولا صاحب ایره خو خواندیم، من خبر نکی پیش نمیفهمم، باز مرا اثر میشون. فقط 300 شاگرد و 400 شاگرد اینجا بود، میگه 100 نفر تو درس بدی. 100 نفر درس میدادم، آخرشان پس همون درسی که خودم میفهمم دمو را برام میگفت. خویل می حالتی ما بود. با الله قسم نعمتای الله را شکرگزاری باید بکنیم. همین طور حالتای تیر شده. شما باور به الله بکنه، ما در جای ترجمه قرآن کردم، وقتی که گپا را گفتم مردم ایران مانده بود. یک آدم وقتی که درس مشکات میدادم حدیث، وقتی مسائل حدیث آمد قسم خورد و ریش سفید، گفت مولوی صاحب اینطور حالتای خراب سرم تیر شده که به خاطر غسل کردن در لب دریا رفتم، جاله یخ روان بود، زمانی که چیست سری یک سنگ شیشته بودم، روز که گرم شد پالکونم چی سوزش میکرد، دست ای طرف کردم که یک تیکه خون، پس رفتم که در سنگ پوست بدنم اونجا بند باقی مانده. یک حالت تیر شد. دیگهش بر ما قصه کرد، مولوی صاحب گفت ما 3 ماه تابستان می رفتیم در کو جنوب می شدیم، اونجا آب سردی بود، یخ بود، میگه در هزاربند گری دادرایی بودیم که چند غسل سر ما است. ببین همین زندگی مردم است، تا آلی یقین بکن مردم چی بتو همین جوانا آلی نو در کابل از حمام است و در بازار شما این گپا را دیده، در دیهاتا یک طرف برق می باشه، یک طرف حیا و شرم پدر و مادر است، آب طلب نمیکنه، تشنابی علایده نداره، آب نداره. شما باور به الله بکنی مادرش میگه بخی نماز بخون، بیچاره آلی نه آب طلب کرده میتونه نماز همون طور قضا میشه از پیشش. صبح تا که هفته و گرم شود که در کدام لبی دریا خدا بزنه، نعوذ بالله غسل جنابت بکنه. اینی حالات مردم ما بود، اینی حالت است. آلی رحمی الله زیاد شده. درس قرآن میشه مردم شکرگزاری نمیکنه. من نمیکنم چه باز میگیم افغانستان مسلمانی زیاد، خواب خیلی این مسلمانی که در افغانستان است. برای ما و شما مسجد پیدا نمیشه. چی پیدا نمیشه؟ که ترجمه قرآن بکنیم. خواهرای ما گاهی در یک طرف میره، گاهی در دیگه طرف، بیچاره سرگردان است. این روز است، الله میبینه ایره، این حالات میبینه. این مساجد در کابل کم است. مسجد ها در دستی کی است؟ چی برنامه دو است؟ چی برنامه روان است؟ چقدر جای وسیع در این مساجد خیرخانه داره؟ یا از برکت نجیب، یا از برکت نجیب مجاهدین ما آمد یک مسجد جور نکرده، یک مسجد جور نکرده. شما را به الله قسم مردمی که در پول خشتی نماز میخوانه کفایت برش میکنه؟ کفایت برش میکنه؟ 4 مسجد پول خشتی دیگه جور شود بازم به مردم در نماز کفایت نمیکنه. مردم کجا نماز میخوانه؟ 2 ساعت استاد میباشه در تشناب نوبت نمیه. یا کجا نماز بخونه؟ کجاست؟ یک مسجد نمیبینه جور نشد. امون نجیب امون مسجد ها را جای داده بود، او را ملاها چی کرده؟ محاصره کرده. نه درس است، نه ترجمه است، نه حدیث است، نه کسی دیگری را میگذاره. فقط خوش بایسته پنجشنبه ختم است، روان میباشه یک گروپ نفر چپانای دراز روان میباشه. کتاب الله را کدام کتاب جور کرده؟ کتاب ختمه، خیر و خلاص. الله رحم بکنه. این قرآن است. ما نمیگیم از پدرات چی رقم پیروی بکنیم. اولو کان آباهم، اگر چی پدرایشان لا یعقلون، هیچ چیز نمیدانن، ولا یهتدون، نه از کسی دیگری شنیده بود گپا که راهیاب می بودن. یعنی چی مانا؟ اگر پدر عاقل هم باشه، اگر پدر از کسی دیگری هم شنیده باشه، خب بی دلیل و سند بازم گپیش قابل قبول، قابل پیروی نیسته. چه جای از این که پدری باشه که نه عقل داره و نه هدایت، هیچ کدام قطعش نیسته، چطور ما پیروی کنیم؟ شما بگوی. الحمدلله جوانای پیدا شد. یک جوان همینطور گفت، مردم یک کسی گفت یک جای، گفت ما از پدرای خود قبول داریم. امو جوان خیس گفت پدری من خود دزد بود. گفت ما ولی دزدی کرده برم. لا جواب شده موریش سفید دیگر، حلقش قاق شد دیگر. گفت پدری من دزد بودم. بگو تو دزد نبود؟ شما نارام نبودی از پیشش؟ خیرود دزد بود، من دیگه رای پدر را بگیرم؟
رای پدر در کدام صورت بگیریم؟ باز گفتم در بین پدر کدام پدر قرار داره؟ یک پدری نزدیکی است، سلسله پدر است. پدری داری که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، پدری داری که ابراهیم خلیل الله است. کدامش پیروی میکنی؟ امروز جامعه ما دینمی گپا مبتلا است، در بدر خاک بسر. مردم ما چی میگه؟ قرآن رد میکنه. و مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق. الله میفرماید مثال او کسانی که کافر هستند، همین مردمی که داد از این میزنه که ما رای پدرها را میگیریم، کدام عنعنه که پدرای ما انجام داده امو را میگیریم. کمثل الذی، بمثل او کسی است ینعق که آواز میده به ما به او طور چیز، لا یسمعو که نمیشنوه، الا دعاء مگر سر و صدا را و نداء آواز، معزی قال مقال و آواز میشنوه، دیگه مطلب و مقصد درک کرده نمیتونه. دو مطلب داره ای آیت. مذمت همین مشرکین مکر الله بیان میکنه و هر کسی که بمی منوال بمی صفت باشه مذمت حضور الله بیان میکنه. الله پیغمبر علیه السلام میگه که این مردم ها چون که عناد و ضد داره تابع پدرها و بابا و اجداد خود شده، اگر تو بری از جا آواز هم میدی، چقدر گپای دلسوزانه، چقدر گپای کیاره در کدام مجد و مرتبه ترقی میرسانه. لیکن این مردم بیچاره این حقیقته و این کمال و این امتیاز درک کرده نمیتونه، درک کرده نمیتونه. یقینا نمیتونه است. ای پیغمبر علیه السلام تو را بیبی چقدر دلسوز و یارا به کدام طرف دعوت میدی؟ به طرف دعوت میدی که یقینا عزت براشان حاصل است. امروز عربا عزت داره یا نداره؟ راست دانه بگوی. ابو مردمی که در دنیا کس نمیشناخته، شترچران بادیه‌نشین در دشت بیابان سرگردان و لالوان بود، امروز در کدام بگوی مجد تمدن و ترقی قرار داره؟ راستی تا نبگوی. امروز راحت ترین ممالک کدام ممالک است؟ عرب است. از دست نمی برکت کلمه و دین اسلام بود، نظام اسلام بود. در جهان امروز مرکز تمدن عرب است. خب لیکن او زمان او مردم این حقایق درک کرده نمیتونست. پیغمبر میگفت بیایی قولوا لا اله الا الله تفلحوا، کامیاب شوی هم در دنیا هم در آخرت. امروز ما به مردم امیره میگیم که بیایی نکنی کتاب الله را کتاب مردا جور نکنی. این کتاب انقلاب است، این کتاب تغییر است، این کتابی است که یقینا سعادت و نیکبختی ما وابسته به این کتاب است. اگر ما سرش جمع شویم دنیای کفر همیطور فرار میکنه که دیگه امرای ما نمیشه. چرا؟ قرآن برات میگه رشته دوستی را قطع از یا قطع کو. قرآن برات میگه ولن ترضى عنك اليهود ولن حتى تتبع ملتهم. یا ایها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء من. قرآن برات میگه با قرآن زندگی بکو، باز این مردم هویت و شخصیت معلوم میشه تو که تو مسلمان زندگی مستقل داری، شخصیت مستقل هستی یا نه که دنبال روی از یاستی یا زیر فرمان از یاستی. قرآن برات میگه. امروز مجد و عظمت ما در این قرآن وابسته است که ما دور بخوریم هدایات قرآن سری خود عملی بسازیم. ما امیر میگیم که بیا دور بخوریم، لیکن مردم ما میگن نه، چیزی که پدرای ما کرده. ما الله تبارک و تعالی مثال میده او مردمای عنادی و ضدی را که سخنای پربرکتی پیغمبر قبول نداره، به مثل او چوپان دلسوزی که چوپان دلسوز غمی رمه میخوره، صدا میکنه برامه که دور بخور که او طرف مثلا تو میری جدا میشی، من دور هستم، گرگ سر دمله میکنه تو را از بین میبره، یا او طرف میری اونجا جای سنگ پر است، سنگ لول میخوره از بین میبره تو را، یا اونجا دشمن تو را دزدی میکنه. چقدر دلسوز است امی چوپان سری رمه که رمیش مسئول باشد، جای خوب بچره، خوب چیسته گیاه ها را بخوره، لیکن مال چیسته؟ مال فقط از صدای چوپان چی را میشنوه؟ یک سر و صدا را، خلاص. مطلب چوپان درک نمیتونه؟ نمیتونه. سرتنبه است. این گوسفند میگه که چای بیا، گوسفند دیگه دویده رایسته پیش خود گرگ پیش کده رایسته، نمیفهمه. پیغمبر علیه السلام امی قسم دلسوز بود سری امت، تلاشش این امی بود که این امت در بدر نشوه. الله اکبر، چه دلسوزی از این کده بالا باشه که پیزار مبارک از خون پر باشه، بازم بدعا نمیکنه. اللهم اهدی قومی فانهم لا یعلمون. دعا میکنه الله هدایت بده قوم مرا، چرا نمیدانه حقیقتا. درک امروز ما و شما در این مرحله قرار داریم، به قومتان دعا بکنی، سری قومتان دل بسوزانی، واقعا که فانهم لا یعلمون است، نمیفهم حقیقت، درک نمیکنه. ما چی نیاز دارم؟ ما چی نیاز دارم؟
نیاز به این دارم که نه مردم دستی مرا بوسه کنه، در هر مرحله یک چپانه در سرم پرته، خصوصا در ختم قرآن داخلی ختم یک 20,000 روپیه دیگه در جیبم تیله کنه. صحیح است؟ بگوید در هر ختم 1,000 پیسه کارتون برای نانی مکلفم از طرف مردم برم بیا امامت میکنم قرار وظیفه رم در مکتب گرفتم دیگه چی کار دارم؟ ترا در مردم شرکی مردم در بدعت مردم چی؟ دیوانه و دیوانه. مردم ما را دیوانه میگه. چرا دیوانه میگه؟ خبر داری؟ راست میگه که ما دیوانه هستیم. ما دیوانه هستیم. چرا خودت در معرض ازی قرار میدیم که مردم بیا نارنجک که سر ما پرته؟ چی بلا ما را زده؟ یادتان باشه ما همون کسایی هستیم که این کتاب الله را خواندیم. این کتاب الله خواندن تعهد با الله کردن است. ما کل زندگی ما فدای ازی باشه که الله از پیش ما راضی شود، در پیش الله مسئول نباشیم، که الله بر ما مخاطب قرار نده ما را بگو یکی چرا کتمان کردی، چرا حقایق بیان نکردی. چرا این کتاب در او زمان هم بود، در این زمان هم، در او زمان انقلاب هم یاره، در این زمان مردم هنوز هم نعوذ بالله غلام یهود و نصارا جور میکنه. کلا قطعا نه، اینطور نیسته. ولی ما خود دیوانه نیستیم، آرام زندگی میکنیم بدون ترس بدون خوف. قرار مردم بریم قطعی مردم جور میم، میگه او میگه که یک ختم دارم، من میگم که هر هفته ختم بکو. چی دیو زده تا؟ وای دو پیازده را من خوش ندارم، من نفس ندارم، کفته را من خوش ندارم، دارم. خب لیکن با الله چی جواب بگیم؟ الله که میگه فلا چیسته؟ فلا تخشوا الناس واخشونی. از مخلوق نترسی، الله میگه از من بترسی. امری مرا در نظر بگیره که سبا جواب دادن است. قرآن امور میگه برای ما. یک موضوع است. اینجا تشبیه امی کفاری که پیغمبر دلسوز یاره دعوت میده، اما این مردم با مثل رمی مال واره سخن چوپانی خدا مطلبش نمیفهمه، یک سر و صدا را میفهمه. این مردم هم سخنای پر مطلبی پیغمبر را درک نکردن، محض نعوذ بالله یک چی سر و صدا واره فکر کردن. شما باور به الله بکنید امروز ترجمه قرآن کریم ما به بعضی مردم سر و صداست. چی است بگوی؟ یک سر و صداست، مطلبش درک کردن نمیتونه، بلکه علیه ما قیام میکنه. میگه بعد سر و صدا نباشه، لاسپیکرها را بند کنی از بیرونه. چرا؟ ما را در خو نمیمانی، ما را در راحت نمیمانی. براتون گفته بودم. دوم مانا و مثل الذین کفروا، مثال کسانی که کافر هستند، که مثل الذی ینعق، به مثل کسی است ینعق که آواز میده به ما به آن چیزی که لا یسمعون نمیشنوه الا دعاء و نداء، مگر آواز طلب و نداء، یک آواز دعا طلب میگه، سر و صدا برش میگیم. او ندا مطلق آواز، یک آواز که بالا میشه به جهر. اینجا دوم معنایش است. اینجا مثال مقلدین آبا و اجداد الله بیان میکنه. کسایی که تقلیدی آبا و اجداد میکنه به مثل رمی مال است. کسی که داد میزنه که ما رای پدرای خدا گرفتیم دیگه گپا را نمیشنویم، به مثل همون چوپان دلسوز است که یاره دعوت میده که مال و رمی خدا که یا در معرض خطر قرار نگیره، مسئول باقی بماند، درجه و مرتبهشان بالا شود. لیکن این مردم این گپا را درک کردن نمیتونه. چرا؟ به خاطری که عنعنات و رواجا آنقدر در قلبشان راسخ شده که حالی هر قدر حقایق تو برش میگی و درک کردن نمیتونه، مطلب فهمیدن نمیتونه. در اینجا الله تبارک و تعالی تشبیه می مردمی که داد از تابعداری آبا و اجداد میکنه به مثل امور رمه است. او رمه درک نمیکنه حقیقت آواز دادن چوپانه. اینی مردم هم حقیقت دعوت انبیاء علیهم السلام درک کردن نمیتونه. امروز هم مردمای دلسوزی که مردم طرف قرآن و حدیث دعوت میده، این حقیقتا را درک کردن نمیتونه تا که یک دفعه در مجلس قرآن ننشینه، که بعد از او اما عقیده و عمل کرد سابقش به پیشش بیاید که من تا امروز من چی میکردم، چه قسم عقیده داشتم. اونجا باز برش واضح میشه که واقعا درس قرآن چقدر پر افتخار بود، چقدر مطلب عظیم داشت و چه انقلاب و تغییری در زندگی ما ایجاد کرده. او وقت باز میفهمه. صم بکم عمی فهم لا یعقلون. چرا یا درک کردن نمیتونه؟ ابزار شناخت و معرفت و وسایلی که سبب ارتقای علمی انسان میشه کدام چیز است؟ 3 چیز قرآن بیان میکنه. این مردم ها صمون کر هستن، بکمون گنگ هستن، عمیون کور هستن، فهم لا یعقلون، یا عقل ندارن، قوی تفکر نداره که سنجش بکنه کدام آواز برای ما خیلی مفید است،
کدام آواز مفید است؟ بلکه برخلاف نعوذ بالله استعمار امروزی به عنعنات قومی ما و رسم و رواجای کمرشکن پدری ما، او رسم و رواجایی که خیلی مزخرف است، یک لباس جدید میپوشانه. برای ما چی میگه؟ بگوی میگه ای حفظ ملیت ماست. چی هسته؟ ملیت ما از بین نروه، ملیت ما اینطور کار کرده. نه، ملیت نیست برادر. در مقابل دین الله ملیت اعتبار داره؟ نداره. یعنی افغانی ماست. یعنی افغانی، ما افغان هستیم، فقط قوم برای خود افتخار بدن. نه، دین قومیت ها را مکمل از بین میبره. کدام چیز اعتبار میده؟ تقوا و تابعداری کی را؟ الله تبارک و تعالی را. سعی کنه سه وسایل است. یک وسایل است که آدم به کسی گوش بگیره، گپای حق بشنوه، گپایی که سودمند است، یا به چشم خود حقایق ببینه، یا است که لا اقل به زبان خود از کسی سوال بکنه. انسان که حقیقت شناس میشه، چیزی سودمند میشناسه، سه را داره. یک را به چشم میبینه که اینی سودمند است، یا از کسی سودمندیش میشنوه، یا به زبان خود سوال میکنه. این مردم ها زبان بند کرده، سوال نمیکنه. از کسی را نمیشنوه، گوش بند کرده. او گاهی هم در مجلسی تو نمیه که تو را ببینه، تبلیغاتی مردم علیه تو میشنوه، دیگه گپا را نمیشنوه، دیگه گپا را نمیشنوه. نمیه یک روز که او برادر امی تو که کدام گپا را میزنی، برو همونجا خدا عالم میگیری. یه علمای ما خود در اونجا خدا کلان خیلی میتراشه، ردم میکنه. کسی برای من گفت که مولوی صاحب اینطور مردم میگه که شما اینطور هستی اینطور هستی. من گفتم افسوس است، اگر غیرت داشته باشی تو باید امی غیرت داشته باشی، او شما مسئولیت دارید اینجا، واقعا مسئولیت داره. زمانی که مردم میگه که اینی طور گپ است، گپی که خلاف میزنه، از امی دستش بگی. اگر یه چیز نمیگی، برای تو میگه که اونجا نرو که گمراه میشی، کرد پیتل از دستش بگی، بگو مولوی صاحب بوجم نمیبرم تا گمراهی از دور هم سرت ثابت نمیکنم، در مناظره و در بحث هم تو را نمیبرم، خواهی قرآن تو برم ترجمه کن، خلاص نمیرم اونجا. ما مردم قرار گپی از دور بیت چون و چرا میشنویم. ملا صاحب برام گفته که دی ترجمه نرو، پیر صاحب برام گفته، آقا صاحب برام گفته که دی ترجمه نرو. تو بالله چی جواب میدی؟ آقا صاحب، پیر صاحب، ملا صاحب دلیل برات گفت، در قرآن چطور نرم؟ تو چطور مرا از قرآن منع میکنی؟ اگر دیگه هیچ کار نمیتونی، اگر غیرت داشته باشی، خب کرپ میگیریشه. چی گفتی مولوی صاحب؟ اینجا گمراه میکنه آدم؟ ماندنید نیستم، چرا که مخو رفتیم دو مجلس. اصلا تو فتوای گمراهی را سر ما میدی، مرا گمراه میگی. در یک جای همینطور قوم غیرتناک دیدم، من خودم خبرم نبودم. مولایا جمع شده بود، گفته بود که وهابیسته. این مولایی را یکیش گفته بود که ای کنشه که اگر نمیره من میام یک تاپر دمی پیشانیش میزنم، باز میرانم شه. من خبر نداشتم. خوی قوم بسیار با غیرت مردم بود، ماشاءالله. رفته بود دمی رای مولایا در کدام جای مجلس داشت، رفتن در دانی دره استاد شدن که موترشان آمد، دمی روش استاد شد. تاکت مولایا را گفت تو یک نفر است او شما چند نفر هستی؟ 15 نفر 16 نفر علما و مولای برجسته بود. گفت ماندنی تا نیستیم، یا گمراهی و عالم ثابت بکنید در پیش روی ما، چرا که 50 نفر اولاد ما قطعی درس خوانده. این نسبت شما در مقابل او عالم نیست، او عالم از جای دیگه سبا میره. شما این نسبت به اولادی ما کرده، ای تا پر سری اولادی ما زده، ماندنی تون نیستم. آخر کی رای گریز گم کرده بود مولا و مولایا. امو یکیش گفته بود که اموی کی گپ زده بود که بلیاز الله من گپی خود پس گرفتم، نمیخوام. نه گفت ماندنی نیستیم. اینم اینجا دور میخوریم قطعی موتر و او یک نفر است، تالی را خبرم نداره، چیزی ملاحظه‌ای که داره پیش کنیشه. من واسپسان مرا یک هفته بعد خبر کردن که اینطور گپ است. امو قومی با غیرت ما دیدم که ملاها یکی قسم میکرد، میگه یقین به الله بکو. یک ملا میگفت که ما چیزی نگفتم، کی سرم ثابت کنه؟ ما در موردش یه چیزی نگفتم. دیگهش میگفت من نگفتم. هر کدامش اعلان براءت خدا میکرد. یقینا اگر ما غیرت داشته باشیم، یقینا همین کار بالکل درست است. تو ملاحظه داری، بیا از دستش بگی محکم. ما قطعا میری ملا صاحب بوجه در ترجمه میشینی، ترجمه ثبت شده در سی دی ها هسته، او یک دفعه ملاحظه را سرش بگی، بعد از تو بگذار زدنی مرا ببی که اول نفر زدنی از این ما باشم. لیکن چرا اینطور گپا میزنی؟ ها؟ معزی برای ما میگه که در ترجمه نرو، گمراه میشی. در ترجمه نمیریم، دخترای خدا نمیمانیم، اولاد خدا نمیمانیم. خود دشمنای قرآن کیست؟ راستی تا نبگوی عالی.
که دشمنای کتاب الله کدام مردم است؟ دشمنای کتاب الله اونمو مردم است که خود کتاب الله را حقیقتش بدل ساخته. این کتاب زنده را کتاب مردا جور کرده، این کتاب انقلاب کتاب ختما جور کرده، این را ذریعه و مکسبه برای دو پیازه و بگوی کوفته جور کرده، برای گرفتن پیسه جور کرده. شما ببینید دشمنای دین کدام است، دشمنای قرآن کدام مردم است. کسی که از ترجمه قرآن مردم من نمیکنه او دوست قرآن است یا دشمن قرآن است؟ خیر چرا ما میتور بشینیم دست بسته نه دفاع بکنیم؟ بیا مولوی صاحب که توی گپ میزنی، دیده ای، شنیده ای، سند سرش داری، ماندنید نیستم. رشته فیدا سر ما آمد، اول سر ما پتکه میکنه. تو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه را دودش نام گفتی، رب دین رد کردی. ما برش گفتم حاجت به محکمه نیست، هیچ قدرت نمایی و اسلحه نیست. شما سرم ثابت کنی یک فقیرترین شخص بخیزه ما خدا برش تسلیم کده میدام کنیم. خود ثابت کنی بیچاره راه که بند شد سرشان صحیح کنی. رشته فیدای بزرگ محترم در این ماه مبارک رمضان سر یک عالم تهمت میزنه. خب ما در این تهمت ها خفه نمیشم، در خاک پای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسیده نمیتونه. و مردم دیوانه، شاعر، کاهن، ساحر، صابی، کدام لقب است؟ مفتری، کدام لقب است که به پیغمبر نداده؟ برای ما چی گفته؟ تنها باز گفتم لعنت الله تبارک و تعالی که کسی علمای دین توهین و تحقیر میکنه. حالی بگویم که لعنت الله به او کسی که تهمت ها میکنه؟ باز حوصله کردم نمیگم، به خاطر از یا که قلبی از یا صفا شوه این گپا گفتم، دومیشه نگفتم، حوصله کردم. به الله تبارک و تعالی میسپاریم. این مردم الله طور انتقام بگیره که پرسان نکن، خود به خود درک بکنه واقعیت که چی طور است. ولی چرا؟ خب ما میگیم بیای قرآن نمیگه پاره برای ما میگه، یعنی قرآن است برای ما تو میگه. چرا وسایل ابزار مردم ما از بند میسازیم؟ مردم در گوش گرفتن نمیمانیم، مردم در سوال کردن نمیمانیم، مردم در دیدن صحنه نمیمانیم که تو باش اینی مسجد فلانی مردم است، تو بیا یک دفعه در این مسجد بیا خیر و خلاص. ببین حقیقت که چی گپ است. کدام طرف شما را دعوت داده میشه؟ به یهودیت و نصرانیت، به وهابیت، یعنی که به دین الله، به کتاب الله و به سنت رسول الله کدام طرف دعوت داده میشه؟ کدام عقیده غلطه ما تعالی را به مردم گفتیم تو سر ما ثابت بکو. دمی وطن خود تو هم هستی، خود عالمی برجستم میگیری، خب بیا دیگه ثابت کو. مرا باز بعد از اعدام کو، اعدام ما در اختیاری توست. یا ایها الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم. کسانی که ایمان آورده، امری که ما بعد ذکر میشه تقاضای ایمان است. مؤمن الله چی تقاضا داره؟ پیش هم همی تو آیت تیر شده اونجا یا ایها الناس است. از مردم چی مطالبه میشه؟ الله گفته بود کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، چیزی که در روی زمین الله براتان حلال پیدا کرده بخوره. از جان خود اوهام پرستی را شروع نکنی که این نارواست، این من است، این زچه خانه است، این از مرده خانه است، این گپار از خود نکشه، این در دین نیست، غلط است، نادرست است. الله روا کرده، حلال کرده. اونجا میگه حلال بخوره، فرق حلال و حرام بکنه. خو از مؤمن چی تقاضا میکنه؟ مؤمن مطلقی خود سیر کنه بخوره. الله تبارک و تعالی به مؤمن حیثیت دیگه میده. یک گپی جوازه میسازه که مؤمنا اصل رزق به خاطر شماست. اگر شما نمی بودی کافر الله در این دنیا رزق نمیداد. سبب و وسیله رزق کافر شما مؤمن هستی. این نظام الله در اینجا دعوت دین الله شروع است. از او خاطر الله دنیا را نگاه کرده، به هر کس رزق و صحت و عافیت و راحت داده رویسته. اما روزی که یک کلمه خوان و یک الله گفتنی موجود نباشه باز دنیا هست؟ باز دنیا نیست. باز دنیا را الله قیامت میکنه، هیچ چیز باقی نمیمونه. یک موضوع. دوم موضوع ارزش تو معلوم شد که مؤمن تو چقدر ارزش داری. برکت ایمانی تو سبب چی؟ راحت دیگران شده که حتی کافر به خاطر تو در اینجا روزی میابه. یک کافر به خاطر تو روزی میابه، تو همون قدر و قیمت در پیش الله داری. خو الله از تو یک مطالبه هم داره. مازی نمیگه حلال بخو، تو مسئولیت دیگه هم داری. کدام مسئولیت است؟ شکر گزاری الله را بکن. نعمت الله را در جای درست مصرف کو. تو مطلقی خوردن نکو، خوردنی که در جای مناسب باشه، از او فایده بیشتر بگیری. بیشتر. الله اکبر. قدم مؤمن باید اینطور قدم نباشه. تو در فکری ازی نباش که مطلقی نیکی بکنم، تو در فکری ازی باش که کدام نیکی زیاد است، کیفیتش خوب است، او را انجام بدم.
تو در این مورد فکر نکن که روپی خودم مصرف کنم در جایی که بکنم. نه، در این فکر بکن که روپی ما چقدر اجر و ثواب زاید کشف بکنه. من امروز 1 ساعت خدا خرج میکنم به خاطر خدمت دین الله تبارک و تعالی. در کجا برم؟ تنها مسجد جارو کنم؟ جارو کردن مسجد برام خیلی میزیبه؟ عالم هم هستم. یعنی میرم نه، مسجد جارو میکنم در 5 دقیقه، در 55 دقیقه دیگه درس قرآنم به چند جوان میگم. کدامش میگم؟ الله از مؤمن مطالبه اعلا را میکنه. همت مؤمن پس نیست، همت مؤمن عالی است. این دوستا که مرا میگه شاگردای آمده برادر رفع الیدین شروع کرده. خب کرده که رفع الیدین شروع کرده، مرا میکنیشه یا پشتی افضل گشته رایسته، یا مطلق عمل پشتش نمیگرده، یا عملی که بالکل دیگه خو نداشته باشه پشتی اون طور عمل میگرده. مؤمن است، الله مطالبه کرده است پیشش، بعد می عمل انجام بده. یا ایها الذین آمنو، کسانی که ایمان آورده اید، کلوا بخوره من طیبات، از چیزای پاکیزه. طیب چی را میگه؟ حلال لذتناکه. طیب چی را میگه؟ آن چیزی را که الله حلال کرده او طیب است، که الله حرام کرده او خبیث است. الله اشاره به این میکنه، تکرار به خاطر از او سنجم یا ایها الناس کلوا مما فی الارض گفته بود، اشاره میکنه که ای مؤمنات تعالی رم از امور خرافاتی زمان جاهلیت در بین توده های مسلمانم باقی مانده. چیزای پاکیزه و حلال حالی هم بعضی مؤمنا که مؤمن هستن سر خود حرام میدانه. اینطور معامله قطش میکنه مثل که با حرام معامله میکنه. چرا؟ سند دلیل وجود نداره. کل پوره را نمیخوره. چرا؟ حرام است. بیار دلیل سند. در کدام حدیث؟ بیاری دلیل از کجا پیدا میکنی؟ بله، در حیوان مذبوح غیر از خون که در این آیت ذکر میشه، خونی روان و دیگه هر چیزی که سبب ضرر برای وجود انسان باشه، مثل مثانه واره، مثل غدود واره که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام از حدیث عمومی استنباط میشه. دیگه یک چیزیشه پیغمبر نگفته که اینی حرام است. تو از جان خود چرا حرام میگی که این چیز حرام است؟ چطور کلمه حرام استعمال بکنی؟ سند و دلیل داری؟ بدبخترین شخص کسی است که چیزی را که الله حلال کرده این نفر میخیزه به مردم چی میکنه؟ حرام میسازه. نعوذ بالله. اینطور باید نکنی. دوم برات میگه ای مومن، مسئولیت تو تنها ترک گناه نیست، بلکه مسئولیت تو ایست که کاری را انجام بدی که او ثواب بیشتری داشته باشه، او فایده خیلی زیادی داشته باشه. سوم عالی برات میگه که از گوشت هایی که نعوذ بالله مردار است، خبیث است، قطعا خدا چی بکنه؟ پرهیز بکنه. اگر او گوشت باشه، اگر او طعام باشه از حشرات باشه، یا طعامای بوسیده نعوذ بالله پوسیده باشه، یا طعامایی که دو میکروبی باشه، از کلش قید طیبات از کل لگی چی شد؟ احتراز آمد. هر چیزی که موجب خباثت میشه، یعنی سبب مرض و ایجاد مرض ها میشه، از اجتناب بکن. ما رزقناکم، از آن چیزی که ما براتان روزی دادیم، واشکروا لله، شکر بکشی لله، برای یک الله. شکر چی را میگه؟ بگوی صرف کردن نعمت، خرج کردن نعمت در آن چیزی که الله راضی میشه. الله کی کدام نعمت برات داده، آلی خرج گوشه. نانه که خوردی را به این خاطر نخو که برای گشنگی خدا رفع کردم. نانه خوردی آلی میگی میخیزم عبادت الله را به وجه تندرستی میکنم، ورزش میکنی، میدوی، تیراندازی میکنی. به کدام نیت؟ محضی ساتیری میکنی؟ نه، به هدف ازی که سبا علیه دشمن اینمی قسم به تیزی بدوم، نفسم بند نشوه، مرمی به هدف بخوره. زندگی مومن قدم قدمش محاسبه است. هیچ کار بدون هدف نمیکنی. یک لقمه نانم که میخوری این نیت داشته باشی که من چی میکنم؟ بگوی آلی قوت حاصل میکنم، عبادت الله را میکنم، قوت حاصل میکنم، قطع برادر مسلمان خود کمک میکنم، خواب میکنم. به خاطر چی؟ تهجد بخیزم، در تهجد بیدار شم، در نیمی شب دعا بکنم، در پیش الله اظهار بندگی خدا بکنم. هر کاری تو برای هدف است. اینی را مردم مومن میگه. قرآن امیر مطالبه میکنه واشکروا لله، شما شکرگزاری برای یک الله بکنی، نعمتها را الله براتون داده، همین نعمتهای الله را در جای درست، در جای مناسب مصرف بکنی. در جای مناسب مصرف بکن.
مرتبه و مقام الله برات داده از مرتبه و مقام کار بگی. امروز وزارت چوکی وکالت پیشیت است، چه خدمتایی برای دین کرده میتونی؟ کدام خدمت میتونی؟ مدرسه را آباد کردی، مسجد آباد کردی، خبرگیری یتیم فقیر کردی، در جایی که مردم عریضش در مظلومیت واقع شده کردی. ما در بندیخانه امروز اینطور کسایی داریم که 3 سال سرش برآمده تا حالی بازخواست نشده که تو را چرا آورده کسی، بازخواست نشده. از مقام و منزلت استفاده بکو، این نعمت الله است، درست استفاده بکو، تو مسئول هستی. اینمی چی مسئولیت مؤمن است. الله از پیشش تقاضا میکنه. عالم میگه الله تبارک و تعالی شکر الله را بکش، نعمت علم الله برات داده ای را در جای مناسب مصرف بکو. مالدار الله میگه الله برات مال داده، در جای درست مصرف بکو، جای درست که اجر عظیم داشته باشه. نمیگه برات مطلق مصرف بکو، مصرف در جایی که خیلی ثمرات غیر منقطع داشته باشه، قطع نشوه. ان کنتم ایاه تعبدون، شکر گزاری نعمت الله را در جای درست مصرف کردن جز عبادت است. جز چیست؟ این کنتم اگر هست شما ایاه خاص الله را تعبدون عبادت میکنه، شکر گزاری هم فقط عبادت الله است. عبادت الله است. نعمت همونطور به جای از دست نده، از او فایده استفاده خیلی بزرگ بکو. از او خاطر مومن اینطور عادی زندگی نمیکنه، حساب شده زندگی میکنه. نانی که پخته میکنه حساب شده است، خوردنی که میکنه حساب شده است. اینطور نیست لاوبالی هر چیزی که داده روی بیا بخوره و هر چیزی که نه بیا نه. اینطور باید نباشه. دیگه انما حرم علیکم المیتة، یقینا حرام کرده الله تبارک و تعالی بالای شما المیتة مرداری را، و الدم خون روانه، و لحم الخنزیر گوشت خنزیر، و ما آن چیزی را اهل که آواز بلند کرده میشه بهی بالای او چیز، لغیر الله بغیر الله تبارک و تعالی، یعنی نظر میشه به نام غیر الله. هر چیزی که باشه، حیوان باشه یا غیر حیوان باشه. فمن اضطر، کسی که ناچار میشه، غیر باغ در حالی که او طلب لذت نمیکنه، ولا عاد تجاوز هم از حد نمیکنه، فلا اثم علیه، سری آدم گناه نیست که کم استفاده بکنه، صد رمق بکنه. ان الله، یقینا الله تبارک و تعالی غفور مهربان ذات است، که دمی طور حالت براتان اجازه خوردن مرداری و گپارم داد. رحیم، رحم کننده است. اگر بلا قصد بدون قصد چیزی اضافگی از پیشت شوه الله نمیگیرته، چرا غیر اختیاری است و تو به قصدی را انجام نداده. الله در این جرات میکنه بالای آن چیزی که آلیوا حلال میدانستن. زمان جاهلیت بعضی اموری که حرام بود را حلال میدانستن، و آن چیزی که حلال بود را حرام میدانستن. عکس آن چیزی که دین بیان میکنه. آلی بگوی چیزی که حلال است او را مردم حرام میگه یا حرام حلال میگه. در زمان جاهلیت صاحبه و وسیله و حام که میگفتن شترا بود، خودشان نامگذاری کرده بودن و او را حرام میدانستن، حتی سوار شدن از سرش حرام میدانستن. کفتر شاید و شمشیر است، کسی را شکار کرده نمیتونه، این حرام میدانه، موجب ضرر میدانه. اما آن چیزی که حرام است او را باز حلال میدانه. خون حرام است، یا خون قربانی را در کاسه میگیره پخته میکنه میخوره، ثوابم میدانه. ایره این خشک میکنه. انما حرم علیکم المیتة، در مقابل حیواناتی که چی حلال میدانستن الله در مقابلش ایره بیان میکنه که نه، این حرام است، حلال نیست. وگرنه محرمات خیلی چیزای زیاد است. یا است که 4 حرام اصولی است، در هر شریعت یا حلال نشده، در هر شریعتی حرام بوده. اول مسئله انما حرم علیکم المیتة، الله حرام کرده بالای شما المیتة مرداری را. خودی مرداری را خوردن، استفاده از مرداری را. مراد از مرداری حیوانی که حلال باشه و او بمره بدون ذبح، یا توسط شاخ زده شود. سوره مائده 6 قسم از زیرا بر ما بیان میکنه. از کو بغلطه حیوان دیگه بزنشه، چیسته اموتور بمره، به مرگ خود بمره، درنده او را بکشه. مختلف اقسام یا صورتهای مرداری وجود داره. الله تبارک و تعالی میگه حیوان مردار سرطان چیست؟ حرام است. با جز از او چیزایی که استثناء آمده از شریعت در حدیث که از او استفاده شود. پوست اگر رنگ داده شود چی میشه؟ استفاده از پیشش میشه. مویایش
استخوانا چون که در اونجا زندگی حیات در اونجا حلول نکرده، حیات در اونجا پایین نشده، از او خاطر از او چیزا استفاده درست است. در مرداری دیگه کل مرداری حرام است. چرا حرام است؟ این در روزگاری بود که نه لابراتوار بود و نه وسایل و نه کسی میکروب می شناخت که میکروب چی است، در کجا مرکز میگیره، در کجا می باشه، چه قسم می باشه. قرآن کریم 1400 سال پیش مرداری را حرام کرد، اما امروز تحقیق میشه که مرداری چی است. تمام خونی که در بدن یک حیوان وجود می داشته باشه، میکروبا همیشه تلاش داره که دقت خون خود یک جا بکنه، چون خون سرایت داره به کل اجزای بدن. میکروبا همون دشمنای هستند که میخواهند یک حیوان تمامش محاصره بکنه. زمانی که حیوان میموره خونی ازی بیرون نمیشه، همونطور دم پخت دونمو وجود حیوان باقی میمانه. اینمی میکروبا در اونجا فعالیت داره، چرا دمو جاهای خون وجود داره. حالی از این حیوان که کسی استفاده میکنه حتما مبتلا به این میکروبا میشه. یک و دم خون، باز خون خو اصلی فلسفهش است، باز خصوصا که یک دفعه بمره. تا زمانی که حیات باقی است تحقیق جدید طبی چی را ثابت میکنه که در رگای خون گلوبل هاست چیست سفید سفید، او مبارزه قطعی میکروبا داره. خو زمانی که حیوان ذبح میشه و چی میشه، از فعالیت میمانه، حالی دیگه میکروب دیگه قوی میشه. بلکه کل میکروب تلاش داره که در مرکز خون خود برسانه. معلوم شد که خون یک مجموعه از چی؟ بگوی میکروب هاست، خصوصا که روان باشه. الله تبارک و تعالی را حرام کرده. طب جدیدتان این را ثابت میکنه. حقانیت دین اسلام توسطش معلوم میشه. روزگاری بود که میکروب کس نمیشناخت و نه وسایلی بود که میکروب دیده بتانه. البته یک دو خونه در استثناء شده در حدیث، یکی جگر و یکی هم چی برش میگه؟ تیلی که برش میگه، این حلال است. و همچنان خونی که بعد از ذبح در گوشت چسبیده یا در چربو چسبیده باشه، او خونم بالکل حلال است. صحابه کرام گوشت نمیشست، در دیگ مینداختن، حتی خون همینطور قف میکرد دیده میشد، لیکن باز هم میخوردن. پیغمبر منع نکرد. و خونی است که چسبیده به گوشت است. اما خونی روان است کجا گرفتیم؟ در سوره مائده اونجا او دم مسفوحا آمده. خونی که روان است در وقت ذبح، خونی روان در وقت ذبح حرام قطعی است به نص قرآن کریم. اون روز براتون گفتم ملا تعالی را نمیفهمید که خون حرام است یا حلال است. مردم خونای قربانی را به افتخار میخوره، ثواب میدانه، کاسه برش میگیره. اینی مسلمانی ماست، اینی علمای ما است که مردم میگه وای یک تو ملا آمدی اینجا 70 ملا در این مسجد تیر شده. 70 ملا. در یک جای تقریر میکردم در مورد دعا بعد از سنت و فرض با آیت اجتماعی، گفتم یک ریش سفید خیز با بسیار قهر و غضب 70 ملا گفت در این مسجد تیر شده، یکیشی گپ نزد تو میگی. من فهمیدم که خیلی در غضب است. من گفتم 70 ملا تیر شده، 30 خو زنده است. از همون 30 زنده برام دلیل بیار که پیغمبر علیه السلام این کار کرده باشه. آدمی خوب بوده، آدمی خیلی قناعت بخش بود. گپ قرار نشست. بعد از نماز جمعه رفت گشته بود بیچاره قطعمون. ملای زنده که در مسجد ازی امامت کرده بود. ملای زنده را بس گشته بود. یک روز گیر کردم شه. برش گفتم کجا شدی؟ دلیل آوردی یا نه؟ گفت این ډوډۍ خور راستی که حلوا خور است. یکیش دلیل نداشت. خوب شد که تو شناختی حلوا خوره. حلوا خوره خو شناختی؟ حلوا خوره. خب تالی را مردم به مردم همی گپ نزده که همی خون حرام است. همی خون حرام است. خونی که به نص قرآن حرمتش بیان شده. یزدستی چی؟ بگه ترجمه قرآن نشده. ترجمه قرآن نشده. ولحم الخنزیر، گوشت خنزیر الله حرام کرده. گوشت خنزیر چرا حرام کرده؟ یکی در تمام حیوانات دیوسترین حیوان، بغیرترین حیوان کدام حیوان است؟ خنزیر است. خنزیر بغیرت حیوان است. امروز دنیای غرب مشاهده بکنی. در زمان دوران طالبا یک کسی آمد پیش ما گفت مولوی صاحب، یکی از جمله کسایی است که از آلمان است، در افغانستان خیلی وقت تیر کرده، مطالعه اسلامی هم خیلی زیاد داره. سر ما سوال کرد گوشت خنزیر چرا شما حرام میگی؟ این بهترین گوشت است، آدم خوب چاق میکنه. گفت ما دیگه دلیل نداشتم. گفتم که
خنزیر یک چیسته، ما برات دلیل میارم. چی دلیل برش بگویم؟ ما برش گفتم که چیسته. یکی خب فقه ذکر میکنه، فقه ذکر میکنه که این حیوان دیوس است. هر حیوان دیگه سری ناموس خود غیرت داره یا بی غیرت هستن. دوم است که این گوشت این نجس است، نجس العین است، ذاتش نجس است. و تحقیقات جدید ثابت کرده که این طور میکروبایی داره که حتی با پخته شدن هم از بین نمیره. امو کرم هایی که به نام کدو یا تریشن یاد میکنه و در گوشت ازی وجود داره. ای ثابت کرد آلی تحقیقات جدید از یا که این میکروبا واقعا توسط پخته شدن هم از بین نمیره. در روسیه یک قانون وضع شد که گوشت خنزیر چی کردن؟ حرام کردن وقتی که دیدن حالات ازیره. گفت بس و آدم بسیار فامیده آدم بود، انجینر بود. پس آمد یک روز گیر کردم شما، گفتم چطور شد؟ گفت رفتم مولوی صاحب اوی تو رو حجت سرش ثابت کردم که پرسان نکو. دمی کل پشتم شیش میگه داویلی رفتم که قطعی زن خود یک جای نشسته. گفت رفتم من اول قطعی زنش چی کردم؟ بگه سلام دادم و قول دادم و خب باز بعد از قطعی ازی از پیش سوال کردم که من که آمدم سلام دادم امرای زن دست دادم، تو چی احساس کردی؟ گفت بسیار خوش شدم که محبت کردی. گفت بعد از گفتم که سوالی تا جوابش آوردم. گفت بگو چی جواب آوردی؟ گفت ما گفتم به خاطر حرام است که خنزیر بی غیرت ترین حیوان است او الله تبارک و تعالی که کدام حیوانات منع کرده، به این خاطر منع کرده که اخلاق و اثرات او حیوان سرایت نکنه در انسان. گوشت کدام حیوانه که تو میخوری حیوانای مفترس حمله کننده که میباشه، امو اخلاق و خاصیت تو پیدا میکنی، سری مردم دیگه حمله میکنی. کدام خوی خاصیتی که دیو حیوان است در تو دیده میشه. الله تبارک و تعالی از خاطر خبائث حرام کرده و شما مردم هم اینمی طور هستی. ما مسلمان ها زنی خودم، دختری خودم، مادری خودی مرا بگذار، دختر و خواهر افغانی را هم بگذار. در آلمان شما که یک خواهر به نام مسلمان پیدا شو و تو کج برش سعی کنی، دستم ندی، تنها کج برش سعی کنی، اینمین جمع غیرتی ما در جوش میاد که وقت کلی تو را بکنم. به خاطر چیز؟ به خاطری که ما از گوشت خنزیر استفاده نه تنها که از ناموس خود، بلکه به نام اسلام که یک دختر در وطن توسته، هیچ نوع رشته نسبی قطمه نداره، قاربم نیست، خود صرف خود منصوب به چی ساخته؟ اسلام. غیرت ما در این جمعه میگم او آدم امید تور شد و گفت که واقعیت است. بالکل آلی تسلیم شدم که یقینا اسلام چیزی را حرام کرده، در او فلسفه بزرگ است. او میگه در این گپ تسلیم شد. امروز به بندوباری جنسی، به بندوباری امی مسائل غیرتی که در غرب در اینی اوج رسیده، از دست چیست؟ خوردن گوشت خنزیر است که اونجا هیچ اهمیتی نداره، هیچ گپی نیست. نعوذ بالله. این مشکل به بار آورده. خوب که به بار آورده چی نقصان پیدا کرده؟ نقصانش میفهمه. در دنیای غربی تو روز نیست که شاروالی از زبالدانی ها 4 و 5 مردی طفل جنینه بگوین بالا نکنه. در اونجا مسئله نسب وجود نداره، مسئله نسب وجود نداره. احترام متقابل که پدر هستی، ماما هستی، یکی با دیگه یک کمی تعاون داشته باشه، همکاری داشته باشه، قطعا وجود نداره. شفقت، مهربانی، دلسوزی گپا وجود نداره. هر کس عربی خدا بگوی لول داده رایسته، زندگی خدا خوش میکنه. تو اگر هر رقم میموری در قصیت نیسته. الحمدلله اسلام دینی چی هسته؟ غیرت. اسلام دین نظافت، اسلام دین عزت، اسلام دین عفت است. اگر ما دقیق نظر بکنیم عالی برای ما واضح میشه که اسلام کدام چیزا را حرام کرده و کدام چیزا را حلال کرده. صحیح است که ما درک نمیتونیم امیالی که این چیز چرا حرام است. شراب حرام است. چرا حرام است؟ عقل انسان از بین میبره. پشت سر اون فلسفه میاد مسئله قصاص است. اسلام کدام چیزا را اهمیت میده؟ در زندگی انسان کدام چیزا اهمیت داره؟ و اسلام در مورد از او چی اعتنا و اهتمام کرده؟ چه قسم حفاظت از او را، تدابیر حفاظت از او را گرفته؟ درک میکنیم که اسلام کدام دین است. واقعا دینی که تضمین میکنه زندگی خوشبخت انسانه،
زندگی خوشبخت انسان کدام دین ضمانت میکنه؟ اسلام. در اسلام هم اینطور است. سه چیز شد. و ما اهل به لغیر الله. چهارم چیزی حیوان. در اینجا حرمت ها درجه به درجه قوی شده میره. حرمت مرداری بسیار به نسبت سه دیگه سبکتر است. دومش باز از مرداری کده قوی تر است، با خون است. از خون کده باز گوشت خنزیر قوی تر. خو از کلش کده آن چیزی که آواز غیر الله در وقت نظر سرش گرفته شده این بسیار حرام است. چرا؟ دیگهش استثناء داره. مرداری استثناء داشت، خون استثناء داشت، گوشت خنزیر هم استثناء داره. مویایش بخاطر جایگزین سوزن در زمان قدیم کار گرفته میشد. برای سوزن حتی بوتا را قطش میدوختن. این از پیشش کار گرفته شده. دیگه کل اجزای خنزیر حرام است. به نسبت او ما قبل خیلی زیاد دی حرمت قوی است. اما و ما اهل به لغیر الله از هر سه کده قوی ترین حرمت است که هیچ نوع استثناء نداره. مفسرین سه نظر داره. یک نظر مفسرین نیست که ما عبارت از حیوان مذبوح است و ما حیوان مذبوح اهل که آواز کرده میشه بهی بالای حیوان در وقت ذبحش لغیر الله لغیر اسم الله بغیر از نام الله در وقت ذبح نام دیگه سرش گرفته میشه او حیوان حرام است. چرا؟ در وقت ذبح نامی کی گرفته میشه؟ الله. اگر کسی گفته به نام محمد رسول الله حیوان ذبح میکنم، حیوان حلال است یا حرام؟ حرام است. قطعا حرام است. چرا که یکی از شرایط حلال بودن ذبح یک حیوان نام الله گرفتن است و این نام الله را نگرفت. ولو نام پیغمبر را بگیری، ولو نام ملک بگیری، هر کسی که بگیری و حیوان حرام است. امروز در وطن تانی طور مردم هست که نام آقای خود میگیره و حیوان ذبح میکنه و شما مردم هم از امو قصابا چیستا گوشت خریده رایسته. از امو قصابا یک دفعه تحقیق بکنید که چی عقیده داره، چه قسمی را میکشه. یک. دوم مراد از ما و ما اهل به لغیر الله، مراد از ما او چیزایی است که آواز داده میشه بی بالای او چیز لغیر الله در وقت ذبح به غیر الله آواز داده میشه، نظر میشه. مراد از ما امو حیوان مذبوح است، حیوان حلال است، خو لیکن تو نظر میکنی به نام غیر الله اینی دیگه حرام است. ولو که در وقت ذبح نام الله را میگیری خو نظر به نام کی کردی؟ غیر الله کردی. در این صورت به نزد مفسرین حیواناتی که نظر میشه به نام حسین بگوی، به نام شیخ عبدالقادر جیلانی، به نام سخی صاحب، این حیوانات نظر میشه به نام بیبی اگر حیوان باشه این کلش چی است بگوی؟ حرام است. دو قول. سوم قول او قول راجح است، معام است حیوان باشه یا غیر حیوان، پول باشه بگوی، نانی مغزیدار باشه، نانی پیرکی باشه، چاکلیت باشه، هر چیزی که باشه، سمنک باشه، الوا باشه، برنج باشه، گوشت باشه یا حیوان مذبوح باشه و ما هر آن چیزی که اهل آواز بلند کرده شود در وقت نظر کردنش بهی بالای چیز لغیر الله بغیر کی الله بگویا که این نظری بیبی است، این نظری چی است؟ علی است، این نظری حسین است، این نظری شیخ عبدالقادر جیلانی است که اینمین نظر اینمین نام بلند کرده میشه ولو که در وقت حلال کردنش نام الله گرفته میشه این حیوان حلال است یا حرام؟ حرام است، نظر غیر الله است. مردمی طور چایا را زده را ایستاده دای عاشورا به نام نظر حسین است، شیرا را خورده را ایست یا نه؟ خوش خوش شیرین شیرین ایست یا نه؟ در روز نوروز هم شوله ها را خورده را ایست، شوله شیرین. نظر کیسته؟ شما خبر داری یا نه؟ سمنک خو بیخی ثواب هم میدانه. سمنک چی نظریات دی سمنک وجود داره؟ دعا خوانده میشه. من چون میگه دعایش از زنا یاد داره که چی میگه؟ مردم او را دو نزدیک شده نمیتونه. میتونه؟ نمیتونه. نمیتونه. با سبا میگه این نام الله نوشته شده و نام محمد. امو جنی امو ترکار میکنه که خب عقیده از زیر پخته کنه. خب این به نام نظری کیسته؟ بیبی است. سمنک اگر امو ترکسی گندم میکاره و یک طعام لذیذ برای خود جور میکنه، این توتکه ها و این چیسته بگوی گپا دیش نباشه، پروا نداره، خو یا گپا داره. چی داره بگوی؟ خود تعجب دیسته که در یک جای میگه پخته میگه دیگی کلان میباشنی از امسایشان که شوخی کده چپلق گرفته وار کده رفته دو دیگ افتاده. سبا او چپلق چقدر قدر و قیمت پیدا کده.
که از دیگی سمنک است. عجیب است. الله رحم بکنه. ببینی این حالتای ماست، این زندگی ماست. تا دین روز خواهرای ما امی نظرها را کرده یا نه؟ به نام نظر بیبی و به نام نظر دیگچه پخته کرده یا نه؟ مولای ما کجا بود؟ عالم ما کجا بود؟ تا دین روز نه، امروز تا آخره به نام نظر حسین و برادرای اهل تشیع شما را به الله قسم نداریم. ای بابا این سری تو بالکل فریضه است که به نام نظر حسین باید پول جمع کنی. میکنی یا نمیکنی؟ گواره که میکشی که اونجا پخته میشه، اونجا غمزاری حسین میکنه خدا میزنه، اونجا باز استخوان باید میده نشود، پیش هر کس چمکی خام مانده شود. میزنه یا نمیزنه؟ غریب و اینجا باز غریب و چی نداره، باید به نام نظر حسین پخته شود و خورده شود. کدام دین است؟ قرآن چی میگه؟ کتاب الله چی میگه؟ نظر به نام الله است. چرا؟ نظر چیست؟ عبادت. نظر چیست؟ ولیوفوا نذورهم. شما نظرایتان وفا کنی. نظر چی را میگه؟ یکی از عملی که روا است، سری تو لازم نیست، تو سری خود لازم میدانی. مردم روزه را نظر میکنه، اگر اینی حاجتم پوره شد، نظر دو قسم است، یا مطلق است یا مقید است. مطلق امو را میگه قید مید نمانده، میگی سرم اینی قدر روزه نظر باشه، یا میگی که اگر فلان کارم تکمیل شد اینی قدر روزه سرم نظر، اینی قدر رکعت نماز نظر باشه، ذبح کردن یک حیوان یک مال سرم نظر باشه، رفتن به حج سرم نظر باشه، اعتکاف سرم نظر باشه، ختم قرآن تلاوت قرآن سرم نظر باشه، صدقه سرم نظر باشه که اینی قدر کالا را به مسکین میدم، اینی قدر قرآن کریم میگیرم. کلش نذور است. چی است بگوی؟ اگر کسی نظر کرده باشه سری خود لازم کرده، واجب کرده، این را باید انجام بده. چرا؟ نظر عبادت است. اما پیغمبر میگه ابتداء آدم نظر نکنه. چرا؟ نظر از بخیل مالا میکشه. از کی؟ همو طور نمیدی تا که قید قطش نمانی. اگر کامیاب شدم اینی کارا میکنم. نه، همو طور عبادت الله را بکن. شرطا را قطش نمان. خب که ماندی باید نظر پوره بکنی. نظر عبادت است و مخصوص برای کی میباشه؟ الله. آلی خیر اونو مالایی که در زیارت ها جمع میشه و نظر غیر الله است یا نظر به نام الله است؟ نظر غیر الله است. بزغاله را که بق کده کش کده در سر قبر حلال میکنه، نظر غیر الله است یا نظر الله است؟ نظر غیر الله است. اگر نظر الله می بود خدا خانه میکشه. نان مغزیداری که در سر قبر پیدا میکنی، نظر غیر الله است یا نظر الله؟ اگر نظر الله بود اینجا به فقیر میداد، پاکت چاکلیت در فقیر میداد، اونجا نمیبرد. یا کلش نظر غیر الله است. خدا اینجا یک موضوع دیگه هم خیلی مهم است. و ما اهل او چیزی که ذبح کرده میشه یا آواز بلند میشه بی به او چیز لغیر الله، برای تقربی غیر الله، برای نزدیکی جستن به غیر الله، خدا محبوب میسازی به غیر الله، این کار تو انجام میدی. آجی صاحب میاید تو دمی رویش یک گوسفند حلال میکنی به خاطر که چی میکنی؟ من محبوب شم پیش آجی صاحب. آجی صاحب بگه که پیش تو روی من گوسفند کشته، یا عارس بگویه که عجیب بیور دارم در پیش روی من گوسفند کشته یا مرغ کشته، یا حلال است یا حرام؟ حرام است. اینه. یا پاچا صاحب آمده رایست آدمی زیر سوخ، حالی کرزه صاحب آمده رایست تو ددم رویش گوا میکشی، چی میشه ای؟ حلال است یا حرام؟ منظوری تو خوردن سری ازو نیست، منظوری تو چی است؟ قدر ازو را به ای که ددم رویش گوا ذبح کرده، این مقصدیت است. یا امو گوسفندایی که برای چی میبره؟ عذرخواهی. برای عذرخواهی میبره یا نه؟ جنگ کرده دو قوم در مابین خود، یک قوم چی میکنه؟ یک گوسفند پیش رو میبره. منظور گوشت دادن برای ازواست یا نه عظمت و قدر ازوا را توسط گوسفند بردن میکنی؟ کدام میکنی؟ تعظیم گوسفند. اینجا تعظیم ازو را تو قصد کرده، یا ازو خاطری گوسفند چیسته؟ گرفتنش حرام است. تو گوسفندا باید گرفتن شود. ایرا در پشتو گوسفند ننوات میگه، در فارسی برای چی میگه؟ گوسفند عذرخواهی. فهمیده؟ این قطعا حرام است. عروسی که میاد در پیش رویش که در پیش روی موترم چی میکنه؟ خروس هم میکشه، باز تیر موترم سرش رنگ میکنه. میکنه نمیکنه؟ بوتای عروس هم سرش رنگ میکنه. که تا حالی را خود زندگی ما خیلی خوب بود، یکی دیگه خدا بعد نمیگفتیم بعد از این خون بجوشه قطعی آمدن عروس خون. این رواجای ماست. این کدام دین است؟ این کدام اسلام است؟
سالا عمره را تیر کردیم به می حالت تیر کردیم الله رحم بکنه. خب ملا وجود داشت یا نداشت؟ ملا وجود داشت. خب چرا نمیگفتی مسائل؟ این مسائل دینه. فمن استر غیر باغ ولا عاد، اگر کسی ناچار شد، استرار ناچاری را میگه. ناچاری دو قسم است. یکی از است که چیز پیدا نمیشه غیر از امی چیزای حرام که تو زندگی خدا بند کنی که نموری، ایرم ناچاری میگه. چیز دیگه ددش تو بیابان گیر آمدی، غیر از مرداری دیگه چیز نیست. چی میکنی حالی؟ زنده باقی نمیمانی. در دو امر قرار گرفتی. یکی اگر نخوری مرداری را میموری، اگر بخوری حرام است. الله تبارک و تعالی انسان مکلف به اندازه توان و طاقتش است. اگر بموری خب بیخی حیاتت از بین رفت. اگر مرداری را بخوری که تو حیاتت باقی مانده باشه، ایره الله برات آسان کرده، جایز کرده که تو مباح ساخته که تو بعد از مرداری استفاده کنی به مو مقدار که تو زنده باقی بمانی. اگر یک کس همینجا مرداری را نخوره بموره گناهگار است. چرا که الله مرداری را دی موقع برای چی کرده؟ مباح کرده. او تو یکی توسط زور است. زور دشمن سر تو فشار آورده، کلاشینکوف تا گوشت مونده، بخوی مرداری را، نعوذ بالله، این خونه بخو. او یقینا قدرت هم داره و یقین گمان غالب گمانیت است که اگر نخوری هم میزنته. بالکل بخو، حیات خدا بخر. چرا الله در اینطور موقع از شما حرج و تکلیف چی کرده؟ بالا کرده. الله هر انسان مطابق توانش مکلف کرده. مکلفیت به اندازه توان است. اینجا توان نداری دیگه، مجبور استی میخوری. ایره ناچاری میگه، ایره استرار میگه. استرار مفهومش فهمیده؟ یعنی آخرین نقطه زندگی انسان که در خطر میفته، بعد از دست به حرام بگو میپرتی و در این وقت الله برات مباح هم میکنه. مردم ما قرضار از بانکای سودی میگیره. چرا؟ چی میگی برش؟ وقتی که سوال میکنی چرا این کار کردی؟ والا ناچار شدیم. چی رقم ناچار شدی؟ والا قرضدار شدیم. چقدر قرض داشت؟ چند خانه چقدر قیمت داره؟ اگر این خانگه که تا بفروشی ایده اشاری نو است، در اشاری نو یک بیسویش در 20 لک میره، در 10 لک میره. این خانه تا بفروش، قرضای تام ادا کو، برو در کوتل خیرخانه خانه بخر. اینجا در 50 لک فروختی، اینجا در 50,000 دلار بخر. صحیح است؟ این دیگه شقند و قرود مصرف کو. خیر است این زندگی در اشاری نو نکو. در کجا؟ در کوتل خیرخانه. این ناچار است یا چاره داره؟ چاره داره. مردم مطلقی کمی یک روز که گوشتش چی شد؟ قطع شد، میگه ناچار شدیم. چرا؟ این بگا گوشت نداشتیم. ناچاری اینی حالت میگه که آدم دیگه در مرگ نزدیک شده، ای آلی در مرگ، اینی را ناچاری میگه. دیگه قسم ناچاری نیسته. ما براتون پیش گفته بودم بسیار مردم خدا فریب میده، میگه ما ناچار هستیم. ناچاری اولا نمیگه. فمن استر غیر باغ، کسی که ناچار شد غیر باغ در حالی که طلب کننده لذت نباشه، یک مانا ولا عاد، از حد اضافه نکنه، به مو مقدار بخوره که زندگی خدا چی کنه؟ نگاه کنه. یک مانا دیگه. مانا را نمیکنم، چندین مانا را مفسرین کرده، همین مانا مشهور است. فلا اثم علیه، بالای آدم گناه نیست. ان الله غفور رحیم، یقینا الله غفور مهربان ذات است. چه رقم که در این طور موقع براتان مباح ساخت از مرداری خوردن، رحیم رحم کننده است. اگر زیادت آمد غیر اختیاری، یعنی از اندازه زیاد خوردی، خوب قصد و به اختیار نخوردی، الله او را معاف میکنه. ان الذين يكتمون ما انزل، آلی دیگه ایجا. خو آیا چیزای حرام برای تداوی درست است یا نیست؟ بله، علما بعد از تحقیق و تنقیح اینمی آیاتا که آیاتا نظر کرده 5 شرط کشیده. اول مسترو ناچار باشی، یعنی ناچار باشی کار بکنی. مثلا خون در کسی میدی از جان خود به کسی دیگه، مثلا خون دادن میاد ایجا، و هم چیزی حرام است. آیا جایز است یا نه؟ بله جایز است، خو شرطا داره. شرطاش کدام است؟ اول ناچار باشی، دیگه چاره نداشته باشی. یعنی اگر یک آدمی مریض خونش از دیگه طرف برش تقویت میشه توسط خوردن طعاما، پس وجودش خون پیدا میکنه، در اون صورت باز خون از کسی نگیره. خو لیکن اگر آلی عملیات میکنه و دستی نیاز داره، ضرورت داره، آلی تا که بشینه طعاما را بخوره، این جانش از دست میره، ناچار است، از دو خاطر خون میگیره. دوم، آلی در جای نمی خون چیزی دیگه حلال موثر نباشه که قایم مقام خون شوه.
چرا اگر قایم مقام خون شده میتونه همون چیزی حلال انجام بده، از خون استفاده نکو. دو، سوم، نجات توسط یمی خون غالب گمان و یقینی باشه. دکتر میفهمه که اگر همی خون از کسی دیگه بری ازی دمی وقت عملیات بدم ای حیات ازی باقی میمانه، این آدم نمیماره. این دیگه شرطیش. چهارم شرطیش آلی کاری چی نباشه؟ حصول لذت نباشه. ما و شما ساتیری برش میگیم، کاری ساتیری نباشه، راستی نیاز داشته باشه. پنجم شرطیش به مو قدر خونی که ضرورت داره به مو مقدار برش بده، زاید نده، چیزی زاید نده. چرا؟ در این موقعی که یک آدمی مریض به خون ضرورت پیدا میکنه یا آدمی ناچار است. او آدم ناچار الله تبارک و تعالی توسط مرداری و حرام هم چیش نمیکرده؟ بگوی روا کرده برش که از او استفاده بکنه. خون دادن جایز شد بنابراین 5 شرط. ان الذين يكتمون یکی مردم حرام چیزای حرام میگه. چی میگه؟ ولا خوم نمیه. تو بگی همی دانگکی چی را؟ افیونه. دانگکی چی را؟ خشخاشه. میگه بخو چیزای مسکره که نشه میاره او را برش میده به خاطری که خو خوب میاره. مادرها علی طفلای خود که به خاطری آرام خو کنه از همی استفاده. او تا که جوان میشه معتاد کامل است. هست یا نیسته؟ این گپا نیسته. در دین الله در حرام شفا نگذاشته، در حرام شفا نگذاشته. این را باید به طریق شفا قطعا نخوریم. ان الذين يكتمون ما انزل الله، یقینا کسانی که میپوشانه و احکامی را که روان کرده الله تبارک و تعالی من الکتاب، از کتاب. یعنی کدام مسائلی که سبب بیداری و هوشیاری مردم میشه، مردم از حرام نجات پیدا میتونه و مردم هم مسائل بیان نمیکنه. و یشترون به ثمنا قلیلا، میخرن به در مقابل اینمی احکام ثمنا قلیلا، قیمتی ناچیزه که دنیا هسته، دنیا را میگیره، اصل حقیقت را به مردم بیان نمیکنه، بلکه احکام الله را مکسبه و ذریعه برای حصول دنیا جور کرده. الله علی باز مزمت امو تعداد علما را بیان میکنه. هر جایی که مردم در حرام مبتلا میشه، سود میخوره نعوذ بالله، به خاطری که مردم برش حقایق پوشانیده بیان نکرده، مثل که آلی در کابلیتان در 100% 50% مردم در گیروی غرق است. در کجا غرق است؟ در گیروی. گیروی را باز چی میگه؟ ای دکتر صاحب است، مولوی صاحب است در تلویزیونا بای جایزی، بای وفا، این را تشریح به مردم نمیکنه. میگه ای بای جایزی بای وفا است. او جناب عالم مردم یک دفعه سرش خلاص کو. بای وفا کی را میگه؟ بای جایزی کی را میگه؟ چی شرطا داره؟ در کتاب فقه خودت که کدام شرطا را گذاشته با مردم بیان کرده ای؟ نکرده ای. از شما سوال دارم. من خانه خود گرو بری تو دادم، به احمد دادم، به شیخ صاحب دادم، از یک لک روپه گرفتم. اگر همی شیخ صاحب در ما از یک لک روپه 50,000 افغانی از ما بگیره، این سود است یا نیست؟ ها؟ کسی کدام عالم فتوا داده میتونه که سود نیست همین 5000 افغانی؟ ها؟ صحیح کنه داده شاید بتونه، نمیتونه. چرا که در مقابل یک لک افغانی ما هر ماه ازی چند 5000 افغانی میگیره و اصل سود امیره میگه. دو قسم سود است، یکی سود تفاضل است و یکی سودی چی؟ نسیه. سودی نسیه این امیره میگه. در مقابل قرضم 5000 افغانی میگیره. خیلی خوب، شما این را انصاف کنید. شیخ صاحب از ما 5000 نخت نمیگیره، خانگه که بیچارگه کم است او را گرفته در او میشینه. اگر شیخ صاحب در خانه من نمیشیشت مجبور بود که 5000 کرایه در یک خانه دیگه بگیره و 5000 ما در اونجا چی بکنه؟ تسلیم کنه. عالی فرق در بین 5000 افغانی که از ما میگرفت و فرق در بین ازی که همی خانه ما 5000 افغانی کرا میشه، یا خودش میشینه یا به کسی دیگه داده. خود در بدلی چند هزار است؟ بگه 5000 است. فرق در بین امو 5000 افغانی گرفتن و دمی خانه مج نشستن چی فرق است؟ یکیش پول است، ای که خود نشسته یا پول است. اگر دمی خانه من نمیشیشت شیخ صاحب 5000 افغانی را در کرایه خانه میداد یا نمیداد؟ عالی کمایی کرد 5000 افغانی را. از عالم و مولا و دکتریتان که در سطح تلویزیون فتوا میده امیر سوال کنی بگوید در بین ازی چی فرق است؟ برادرها گیروی قرض است. قرض ثواب داره.
و من یقرض الله قرضا حسنا، کیست که برای الله قرض حسنه بده. هر روز زمانی که تاریخ قرضت پوره شوه و آدم دادن نتانه، همه روزه مثل که امو قدر پول تو در راه الله چی کرده ای؟ صدقه کرده ای، همی قدر ثواب داری. قرض معاملهش ثواب آخرت است، مفاد دنیا نیست. گیروی کدام معامله بی فروش است؟ نیست معامله بی فروش. چطور فایده بگیری؟ مردم چی میگه؟ او از پیسه ما فایده میگیره. خیر تو معامله جور کردیشه که او سری پیسه تو کار میکنه، تو در خانهش کار میکنی. امی طور معامله را در شریعت بر ما پیدا کن. بله در شریعت طور معامله را اجاره میگه. ما این خانه تا برای 1 سال بگوی در مقابل 60,000 افغانی چی میگیرم؟ اجاره میگیرم. خو 60,000 افغانی را برای ازو میده خانه والا، 60,000 میره. عجیب است که ما 1 سال خانه تو اجاره بگیرم، کارم سرش بکنم، خو سالم آخر شوه پسم و پولی خود از تو چی میکنم؟ به دست میارم. چطور است؟ امیر کدام معامله میگه؟ بله پیغمبر علیه السلام از گروی فایده گرفتن در 2-3 موارد اجازه داده. کدام موارد است؟ مواردی که تو در تکلیف هستی، گرو گرفته ای اسبا، گرو گرفته ای مرکبه، گرو گرفته ای گوسفند و بز گاوه. این گوسفند و بز و گاو هر روز تو علف میدی، هر روز در او میبری، قطش در جنجال و تکلیف هستی که علف برش میپرتی، در او میبری. آلی اینمی گاوی که قلبه میکنه، اینی اسبی که سواری میبره، اینی گوسفندی که شیر میده، کلش بری تو جایز است. چرا جایز است؟ محنت میکشی. اما در خانه کدام محنت میکشی؟ مکمل برات تسلیم کرده هیچ محنت نمیکشی. پیغمبر او را استثناء کرده در گیروی که از او فایده گرفتن جایز است در مقابل محنتت. اما اینجا هیچ نوع محنت وجود نداره. خب مردم در بدر هستن یا نه؟ قرآن امیر میگه ان الذين یقینا کسانی که یکتمون پنهان میکنن او احکامی را انزل الله که الله نازل کرده من الکتاب از کتاب و یشترون میخرن بی در مقابل همی حکم الله ثمنا قلیلا متاع دنیا که خیلی کم است. اینجا ملاها میدال میگیره میگه ملای مذهبی است الله اجر بدشه، فلانی ملا گیره برای ما زنگ زده میشه. خب او مولای صاحب در کلی کابل یک تو ملاستی، یک تو میفهمی. ما از فلانی دکتر صاحب، فلانی مولای صاحب که ترجمه قرآن میکنه از تو که خب علماست. از واف پرسان کردم گفتن که بالکل جایز است. نه گیروی جایز است، فایده گرفتن از گیروی ناجایز است. بعضی دوستای ما از سخنای ما باز مطلب خوب نمیفهمه، میره در پیش ملا میگه که گیروی جایز است یا ناجایز و میگه جایز است. مولی متوکل خب میگه که ناجایز است. او برادر ما گیروی را نگفتیم ناجایز. گیروی یک معامله است، دستی کسی بند است. به خاطری که اعتماد سرت نداره قرض پیسه برات میده، تو باید یک چیز برای ازو گرو بدی. گیروی وثیقه است، وثیقه ضمانت است که تو اعتماد نداری پولی مرا پس میده یا نمیده. این جایز است. فایده گرفتن از گیروی ناجایز است. مسئله را هر وقت دقیق بشنوی، باز دیگه جای بگه دقیق او را پرسان کنه. اینطور نه برای ما زنگ میزن یک دوستی که برادری را میگی ناجایز است، ما پرسان کردیم. بله پرسان خو کردی و به خاطر که در جامعه یک نوع رسوخ داشته باشم، مردم تمجید کنه مرا، خو حکم الله را واضح بیان نمیکنه. او آیت قرآن هم میگه فرهان مقبوزه، نگفته که منتفعه. او گیروی که از او نفع گرفته میشه میگه نه قبض کرده شده، ضمانت است. این را میگه برات اولئک ما یاکلون فی بطونهم، مردما که احکام الله را در دنیا پنهان کرده، در مقابلش معلومات های دنیا را گرفته، احکام واقعی را، مسائل دینی را واضح را که سبب هدایت و هوشیاری مردم میشه او را پنهان کرده، در مقابل ثمنا قلیلا امامت گرفته. علی حقایق بیان نمیکنه، موضوع توحید و شرک بیان نمیکنه. چرا؟ به خاطری که مردم بیگا میکششه. اوی مردکه میگه ما از حکمت کار میگیرم دیگه ای را بیان نمیکنم. ثمن قلیل گرفته و نگرفته متاع دنیا را. الله چی میگه؟ اولئک ایتور مردم ما یاکلون، 4 عذاب برش بیان میکنه. کدام 4 عذاب؟ اولئک ای مردم ما یاکلون نمیخوره فی بطونهم در شکمای خود الا النار، بجز از آتش. مفسرین دو توجیه میگه. یک تعداد مفسرین میگه اینجا مراد از آتش اسباب آتش است. چرا معلومات دنیا را خورد لیکن حقیقت پوشانید، مردم حقیقت را نفهمید.
در کارهای حرام، در کارهای حرام مبتلا شدن. وقتی که تو رفع الیدین سنت نگویی برای مردم، مردم قطع سنت رسول الله نفرت داره. کسی که عمل به سنت میکنه او را لط میکنه. قطع سنت پیغمبر نفرت پیدا میکنه. نفرت قطع سنت پیغمبر آدم ده کجا میرسونه؟ کفر میرسونه. نفرت با سنت رسول الله چیست؟ کفر است. کفر از دستی نبیان کردن تو مقتدی تو با سنت رسول الله نفرت پیدا کرده. آلی دیگه امو میخوری در شکمت بجز از آتش دیگه چیز نیسته. ای اسبابی آتش است. بعضی مفسرین میگن نه حقیقتا آتش است. چرا؟ اونجا در او دنیا در شکم آتش خورده رایسته. چرا؟ به خاطری که حقایق به خاطر کسب و کمایی معلومات در دنیا پنهان کرده بود. یکی ولا یکلمهم الله، سخن نمیگه به لطف و مهربانی الله قطش یوم القیامت، در روز قیامت. بزرگترین نعمت در روز قیامت دیدار الله و سخن کیسته؟ لیکن این علما از پیشش محروم است. دو سوم ولا یزکیهم، الله یارا پاک نمی سازه، یعنی مورد لطف و مهربانی خود قرار نمیده که مقام و منزلت برای از یاب بده. ولا یزکیهم، یارا پاک نمی سازه که آخر الامر پاک شو باز بره در جنت، پاکم نمی سازه. عذاب چهارم ولهم عذاب علیم، برای از یا عذابی دردناک است. چرا عذابی دردناک است؟ مردم درد رساند در دنیا، مردم درک به درک کرد در دنیا، حقایق پنهان کرد. قرآن باز یه عذاب ذکر کرد. چرا ذکر میکنه؟ دوهام پرستی در تقلید آبا کرکرانه که روان بود. علت اصلیش چی بود؟ عدم بیان علما بود که علما بیان نکرد به مردم نفهمند که او مردم بابا و اجداد کی قابل پیروی است. این چیزایی که شما حلال و حرام میگی از جان خود، این کجا آمده؟ دین الله خیره نگفته. این حرمت در روزای جشن کافرا که کدام چیزی حلال میشه و چیسته حرام است، خوی عالم نگفته. خدا آرام گرفته که مردم خفه نشوه. انوزه برش یک فتوام داده. فتوا چیه؟ یکی از جمله مفتیای بزرگ عالم بزرگی تان در سطح کابل فتوا داده بود از تلویزیون. گفت روزی نوروز یک وجه شرعی داره. ضعیف هم بود. یک وجه شرعی داره. چی وجه شرعی داره؟ به حساب شمسی روزی تولد پیغمبر علیه السلام است. روزی تولد پیغمبر علیه السلام است. با مردم بده. دیگهش چی میگه؟ به حیثیت از اینکه برفا از بین رفت، یخی از بین رفته، درختها سرسبز شده، باید جشن بگیریم. خود جناب که جشن بگیریم، این درختها خود سبز چی میکنی که گل در 15 عود کرده، باید 16 عود چی بگیریم؟ چرا که سردیم از بین رفته و درختام چی کرده؟ گل کرده. باز تو روزی اولی حمل چرا جشن میگیری؟ ایره به خاطر خوش کردن سردمدارا این گپا میزنن. بله تو این گپا را بزن، خو الله تبارک و تعالی چی میگه؟ 4 عذاب برات مقرر کرده. حقیقت نپوشان، از مردم نترس. پیش مردم کمایی میکنی چی؟ ثمنا قلیلا را. این متاع دنیای ناچیزه در نظر گرفته ای، او اموری که الله برات میگه او را در نظر نگرفته ای. اولئک الذین اشتروا الضلالة، این مردمانی هستند یکی خریدن گمراهی را بالهدى در مقابل هدایت. هدایت قطشان بودن رفتن گمراهی را خریدن، نعوذ بالله. والعذاب بالمغفره، این مردما کسایی هستند که عذاب در مقابل بخشش الله خریده. عذاب خریدن در مقابل بخشش الله. صحیحه که مردم تو را بد میگه، خو از طرف الله برات مغفرت می آمد، لیکن تو عذاب خریدی. الله چی میگه؟ فما اصبرهم علی النار، شاباس به ایمتی تر مردم. شاباس چی چیز خیلی صبرناک ساخته یاره علی النار، بالای آتش که از آتش نمی ترسه. او نعوذ بالله فتوای غلط به مردم میده، گپای غلط به مردم بیان میکنه. چی چیز یاره خیلی جرأت داده که سر آتشه، از آتش هم نمی ترسه. این قدر جرأت دیا داره. یکی. دوم فما اصبرهم، خیلی جای تعجب است که یاره صبرناک ساخته علی النار، بالای آتش. چیزی که یاره سر آتش صبرناک ساخته بسیار تعجب آور است. چرا؟ یک چیزا آدم سر آتش صبرناک ساخته میتونه، خلیکنی آدم صبرناک ساخته. و کدام چیز است؟ بگوی مدح و ثنای دو روزه مردم.
فلانی خب عالم است. اینی را اینطور فتوا داده. الله میگه خوب ذالک بان الله نزل الكتاب بالحق، ای آدم که مستحق همی عذابا شده به خاطر عزیز، بان الله نزل الكتاب، که یقینا الله تبارک و تعالی روان کرده بود قرآن بالحق که مشتمل به تمام واقعیت بود. لیکنی مردم ای اختلاف کردن در این کتاب. اینجا مسئله ذالک بان الله نزل الكتاب، ای به خاطر است که الله روان کرده کتاب بالحق که مشتمل به دلایل واقعیت است که تا اختلافات از بین بره، اختلاف باقی نمانه. اوی مردکه چی کرد؟ و این الذین اختلفوا، یقینا کسانی که اختلاف کردن فی الکتاب در کتاب، در مقاصد کتاب به سبب پنهان کردن حقایق، لفی شقاق بعید، یا در دشمنی و دیگه شگاف خیلی دور است از حق، که آلی در حد عناد رسیده باز نمیگرده. الله چرا این عذاب را بی مردم داد؟ الله کتاب خود روان کرده به دلایل واقعی و ثابت و راست تا اختلافات از بین بره، دیگه اختلاف باقی نمانه. چرا؟ ما رای اتحاد، همون چیزی که ما را کلی ما را شیعه و سنی و بگه حنفی و شافعی و کل گیره نقشبندی و قادری را با هم جمع میکنه، کدام چیز است؟ کتاب الله است. لیکن مردم ها کتاب الله را واقعیتایش به مردم بیان نکرد، سبب اختلاف مردم شد. سبب چی شد؟ کتمان حق کردن سبب اختلاف مردم شد. از او خاطر الله میگه این مردم در اختلاف خیلی، در دشمنی خیلی دور از چیستن؟ از حق هستن. در عناد رسیده آلی باز نمیگرده. یک اکتفا بکنه. اگر این روز شیعه و سنی در قرآن اکتفا بکنه، دو مسلک میشه یا یک مسلک میشه؟ یک مسلک میشه. خب لیکن در عناد در سرحد رسیده که سری قرآن هم جمع نمیشه. سری کی؟ چرا؟ یکیش میگه قرآن کامل است، پوره است، دیگه چی میگه؟ نه ناقص است. 40 سپاره بود، 10 سپارهش چی کرده؟ دختری عمر رضی الله عنه زوجه پیغمبر دزدی کرده. او کلش هم در مورد خلافت کی بود؟ علی رضی الله عنه. علی در خلیفه بود، امور دزدی کرده. عجیب گپ است. الله اکبر. البته کلی مردمی عقیده را نداره، خب کتابایش بیان کرده. او هر کس کی تو عقیده را داشته باشه مسلمان است یا کافر؟ چرا که از نص صریح قرآن کریم منکر است. انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون. او تعجب خویسته که از علی رضی الله عنه در یک مورد سوال شده. چی سوال شده؟ گفت پیغمبر علیه السلام غیر از قرآن چی چیزا برای شما نوشته کرده؟ او میگه بالله قسم چیزا برای ما نوشته نکرده بغیر از یک چیز. او چیز کدام است؟ یک موضوعش اینه میسته که کافر در مقابل مسلمان در مقابل کافر کشته نمیشه. عهود و پیمانای تانه چی بکنی؟ و عمل بکنی. دیگه چیز در اونجا نیسته. خیر چطور شده میتونه؟ که نه غاصبین میگه غصب کرده ای ولایتا را، ای امامتا را. غاصبین کی را میگه؟ ابوبکر و عمر و عثمان. حق کی را غصب کرده؟ از علی رضی الله عنه را. شخصیت های بزرگ که الله مدحشان میکنه او را غاصبین بگویم. او حقوق پایمال کرده. معلوم شد در زمان بعد از زمان پیغمبر اسلام بیخی نبوده، عدالت نبوده، کلش چی بوده؟ غصب بوده دیگه. که اسلام کی عملی میشه؟ ها؟ الله پیغمبر روان کرد دیگه قدر شاگردا کی عملی میشه؟ مهدی برایه. در کجا هست؟ در تاکو. در تاکو این قدر ظلما، این قدر سالا تیر میشه، کلش نعوذ بالله در بیدینی. بعد از او داخل این مهدی میبره، یک چند روز باز عدالت قائم میکنه، خیر و خلاص. این نظر است و این دین است، این مفکوره است. این درست است؟ عجیب است. این قدر عمر این مسلمان ها که جهادا میکنه این کلش غلط است. چرا؟ جهاد در زیر امام حق آدم بکنه یا امام باطل؟ امام حق. او امام حق تالی را نامده. این فتوحات مسلمان هم قابل قبول نیست. اسلام آوردن ما و شما هم قابل قبول نیست. چرا؟ بگوی اسلام در زمان غاصبا در شما رسیده یا غیر غاصب؟ به نظر از در زمان غاصبا اسلام براتان رسیده. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، نیست کمال نیکی ان تولوا که شما بگردانی وجوهکم رویایتان قبل المشرق طرف مشرق والمغرب طرف مغرب، ولكن البر لیکن کمال نیکی
چی است؟ من آمن بالله، نیکی او کسی است که ایمان داره به الله تبارک و تعالی و الیوم الاخر، به روز آخرت، و الملائکه بالای ملائکه، و الکتاب بالای کتاب، و النبیین بالای انبیا علیهم السلام. یهود موضوع قبله را بسیار جدی گرفته بود. هر روز همی سوال بود، همی جواب بود. مثل که حال یک تعداد مردمی ما بعضی مسائل چی میکنه؟ جدی میگیره. شما پیدا شده اینطور شده. دین مکمل منحصر در یک امر دانسته بود. میگفت قبله ما قبله است، قبله شما قبله نیسته. ما مؤمن واقعی هستیم، شما نیستی. چرا؟ قبله ما یکی است، همون یکی است. شما گاهی یک طرف روی دور میده، گاهی دیگر طرف روی دور میده. الله تبارک و تعالی طور نظریات رد میکنه. بعضی مردم ها یک موضوع را معیار یا محک برای حقانیت خود میشماره و سر از او افتخار میکنه که ما اینی افتخار داریم و ما حق هستیم. الله تبارک و تعالی سر از رد میکنه. اسلام دین جامع است، همه جانبه است، شامل است. تنها به یک موضوع کسی دعوای زیر نمیتونه که من اسلامی چاندی و مکمل هستم. حالی یک قبله اما کم گرفته که نه ما به حق هستیم به خاطر که قبله ما یک طرف است، شما گاهی یک طرف گاهی دیگر طرف هستید. یهود خیلی زیاد این گپا خیلی زیاد بالا میبرد و تبلیغات میکرد، حتی مردم مسلمان در تردد انداخته بود. الله جواب روان کرد، بیان از این کرد که اسلام مجموعه 3 امور است: اسلام، ایمان، احسان. اسلام انقیاد ظاهری را میگه، ایمان انقیاد باطنی را میگه، احسان اخلاق. هر عمل و عقیدت باید بالکل درست باشه، به اساس دلیل باشه، او را احسان میگه. اونو وقتی تو مردم ها باید ادعا بکنه که ما مردمانی هستیم که یقینا کمال نیکی خط ما است، در غیر از اون نمیشه. اگر تنها یک قبله را محکم بگیریم که فلانی طرف فلان قبله نماز میخوانه، این قابل اهمیت نیست. چرا؟ فلله المشرق و المغرب، مشرق و مغرب از الله است. هر طرف که روی میگردانی طرف الله تبارک و تعالی است. این مهم نیست، مهم فرمان الله است. بعد از این نظام اسلام دین جامع است. این گپا در شما وجود داره که لاف میزنی. اگر چی رد بالای یهود است، لیکن الله درس میده به امت پیغمبر علیه السلام. امت پیغمبر علیه السلام بعضی اوقات یک چیز معیار حقانیت خود میدانه و همه امور دیگر را فراموش میکنه که خیلی مهم هم میباشه. مثل امروز رفع الیدین و ترک رفع الیدین، بگوی موضوع چی ما شده؟ موضوع حقانی بودن ما شده. بس کسی میکنه و میگه ما حق هستیم، یک رفع الیدین بکو. او کسی نمیکنه و میگه نه ما حق هستیم که نمیکنیم. الله تبارک و تعالی رد میکنه نه، اسلام دین جامع است. در دین جامع کدام پرزه های اسلام ما تو عملی کرده ای که واقعا دعوا میکنی؟ ما گاهی میگم که سلفیت تنها رفع الیدین نیست. کسی که خود در منهج سلف میدانه با یک رفع الیدین سلفی جور نمیشه، با یک آمین بزرگ گفتن سلفی جور نمیشه، با یک دست در سر سینه بسته کردن منهج سلف کمایی نمیشه. منهج سلف از تو ایمانی درست میخواه، در میدان عقیده کامل باشی، در میدان عمل یقینا عملت موافق سلف باشه، در میدان اخلاق احسانم واقعا اخلاق سلف در تو دیده شود. وقتی که گپا را دیدی آلی یقینا در منهج و روش سلف روان استی. الله توفیق مزید نصیب ما بکنه که او منهج او روش ما زنده کرده بتانیم، به مردم آشکارا کرده بتانیم که سلف چه قسم عقیده داشت، سلف چقدر در بین خود احترام داشت، چقدر نظریات متقابله قابل قدر میدانستند. اختلاف وجود داشت خو نفاق نبود، اختلاف وجود داشت خو یکی دیگر بد، اختلاف وجود داشت خو لیکن در اونجا کمال احترام و عزتمندی بود. روش نماز شیخ البانی رحمت الله علیه را حتما مطالعه بکنید. یکی خو نمازتان درست میشه، در مقدمه از او بهترین سخنای طلایی و گوهربار گفته. یقینا اگر یک کمی دقیق و مقدمه را بخوانی باز بعد از او براتان واضح میشه که اختلاف سلف و اختلاف آلی چقدر تفاوت و فرق داره. او را خب بهترین مقدمه داره. هر مسلمانی با انصافی که او مقدمه را بخونه بالکل حقیقت اختلاف مذهب هم برش واضح میشه که مذاهب اختلافش از چرا بد است. در اون زمان هم اختلاف بود، بد نبود. امروز چرا بد است؟
او زمان اختلاف بود، بد نبود، به خاطر که یکی دیگر به حق خود به حق دیگر باطل نمیدانستند، یکی دیگر لعنت نمیگفتند، اقتدای یکی بالای دیگر حرام نمیگفتند، نکاح یکی را با دیگر حرام. اما امروزی اختلافات اینمی نقطه ها را به بار آورده. اما اختلاف امروز اینی حالات به بار آورده. از او خاطر اختلاف ما و تو با ازواج چی کرد؟ فرق پیدا کرد. این را بخوانی باز براتان واضح میشه. در اینجا الله روح دین بیان میکنه. سه چیز اهمیت داره برای مؤمن: صحت عقیده، صحت عمل، صحت اخلاق. صحت عقیده کدام است؟ بر امر نیکی وسیع را میگه که خیلی فراخ باشه. بار شخصی را میگه که انواع خوبی ها دو جمع شده باشه. و در اصطلاح امروزی بر یا بار امون نیکی را میگه که وسعت داشته باشه، هر نیکی دو جای میشه. و بار امون شخص را میگه که نظرش خیلی وسیع است، تنگ نظر نیست، قید نظر نداره، وسیع النظر است. گپی هر کس میشنوه، خوبیش میگیره، خرابیش او طرف میندازه. الله تبارک و تعالی برای ما درس میده: لیس البر ان تولوا، نیست کمال نیکی کسی که لاف میزنه که اینمی کمال نیکی است. اینی عمل قابلیت ازیره داره که ما لاف بزنیم. الله میگه نیست کمال نیکی ان تولوا، که بگردانی وجوهکم، روی هایتان، قبل المشرق، طرف مشرق، مثل که نصارا هستند، و المغرب، طرف مغرب، مثل که یهود دا چیست صخره بیت المقدس روی میگشتاندن. ولکن البر، لیکن کمال نیکی، من آمن، نیکی او کسی است این که ایمان داره بالله، به الله تبارک و تعالی. عقیده را شروع کرد. عقیده بالای الله درست باشه، ایمان به الله تقاضای زیره داره، به ذات و صفات و افعال الله عقیده داشته باشی. امو رقم که قرآن تشریح کرد یک روز تشریح کردم. والیوم الاخر، عقیده به روز آخرت داشته باشه که حساب و کتاب شروع میشه. تمام اعمال ما، حرکات ما، زندگی ما، خورد و نوش ما، خواب ما، کلش مورد محاسبه. تمام اعضای بدن ما در موردش سوال از ما کرده میشه که دست چی کرده، گوشت چی شنیده، چشم چی دیده است، زبان چی گفته، کلش سوال میشه. والملائکه، عقیده داره به ملائک، امو رقم که قرآن و حدیثی صحیح تشریح کرده. والکتاب، عقیده به جنس کتاب داره که از طرف الله برای هدایت بشر آمده. سری دیگه کتاب ایمان اجمالی، سری قرآن ایمانی تفصیلی. و النبیین، عقیده داره بالای همه پیغمبران، تفکیک نمیکنه در بین پیغمبران. پنج امور الله تبارک و تعالی در اینجا ذکر میکنه، ملزم میکنه یهود و نصارا را. چرا ملزم میکنه؟ ای یهود، ایمان به الله ضرور است، لیکن شما ایمان به الله نداره. چرا؟ ایمان به الله شما مملو از شرک است. یهود شما عزیر ابن الله میگه، نصارا خو عیسی علیه السلام ابن الله یا عین الله یا سیوم الله میدانه. معلوم شد که لاف زدن شما نادرست است. در میدان عقیده که ایمان به الله شما ناکام. والیوم الاخر، به روز آخرت عقیده داشته باشه، او کمال نیکی پیش از اوست. آدم نیک اونمو را ما گفته میتونیم. ایمان به آخرت شما نداره. چرا؟ به خاطر که شما میگه لن تمسنا النار الا ایاما، او میگفتی وقالت اليهود چی وقالوا لا يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا. آنقدر انحصار طلب است که دیگه طایفه را هیچ روا نمیدانه که در جنت داخل شود. میگی ماستیم. این گپ غلط است. دیگه والملائکه، ایمان به ملائک، شما ایمان به ملائک نداری. چرا؟ دشمنی را قائل هستی. گفتی که اگر جبرئیل دشمنی ماست و وحی را اگر میکائیل بیاره ما چی میکنیم؟ به ملائک هم عقیده نداری. لاف از کجا میزنی؟ والکتابی، به کتاب عقیده داشته باشی. شما کتاب خود قبول داری؟ گفته شما آمنا بما انزل الینا و یکفرون بما وراءه. به کتاب خود عقیده داریم، حالان که کل کتاب از جانب کی آمده بود، لیکن شما از دیگر قبول نکردی. دیگه و النبیین، به پیغمبران ایمان داره، او کس کامل نیکی داره. شما پیغمبران را کلش عقیده نداره، یک پیغمبری خود قبول داره، دیگران را تکذیب و قتل. عیسی علیه السلام و محمد رسول الله را انکار کرده. پس در این میدان شما ناکام. چرا لاف میزنی؟ اگر یهود الله میگه، یک مسلمان هم همینطور خطاب متوجه است.
تو کلاف میزنی که ما اهل سنت و الجماعت هستم، ما راهیاب هستم. آیا امی گپا تو دیده میشه؟ عقیدت به الله همونطور عقیده که قرآن تشریح کرده داری؟ سری روز آخرت عقیدت داری؟ سری کتاب الله عقیدت داری؟ جنس کتاب، سری پیغمبرا، سری ملائک؟ بگو برام چرا لاف میزنی؟ دو، میدان عمل آمد. و آت المال علی حبی، میده مال علی حبی، به امرای از که محبت قطی مال داره، مال خیلی دوست داره، لیکن بازم به خاطر رضای الله درای الله میده. یک مانا. دو مانا، و آت المال علی حبی، میدهد مال به امرای محبت کردن، امرای دادن. تو نیست که در یک وقت میده، بلکه دادنی مال در راه الله همیشه خوش داره و دوست داره. یک وقت نیست. مسلمان موسمی نیست. مسلمان موسمی را میفهمه؟ در موسم مسلمان است، خو خلاف موسم مسلمان نیست. روزی میلاد که میرسه پول جمع میکنه، روزی ختمی که در مسجد میشه پول جمع میکنه. وکیل صاحب صدا کده، آجی صاحب صدا کده، آلی به خاطر از که پیش مردم خوب کلان مالون شوی، اول خمیایی میگی روغن میلاد سر ما باشه. کست میلاد در موتر خود مانده بودیم، یک نفر قطم نشسته بود، تا که در کوٹی سنگی میرسیدیم سر بسیار شور داد، خیلی زیاد. میگم این کست برای من نمیدیم هر قدر قیمت کی داره. من گفتم چرا خوشی آمد خیلی زیاد؟ گفت پرسان نکو. من گفتم چرا؟ گفت 5 سال میشه که روغنی میلاد سرم است. 5 سال روغن میلاد ما میگیرم. این مولای کجا است؟ من گفتم پیدا میشه در می کمپانی است. خیر است. کست برش دادم. گفت ما 5 سال روغن دادم او یقینا نمی گپی که اینجا میزنه همی حقیقت داره، بالکل درست است. ما خودم یعنی این گپا فقط تو میگی که در قلبی من یادم داخل شده، او گپ از قلبی من میگه. یقینا نمیطور بود. گفتنوز افتخار میکردم که در پیش روی مردم بگویم که روغنش سر ما باشه. این را گفتم، اونطور میگفتم. ما اونجا گفته بودم دو کست که دمی فرصتی که یا پول جمع کرده به خاطر میلاد 20 شو به میلاد باقی مانده. چند؟ دمی محله یک زن بیوه پیدا میشه که اولادایش هیچ چیز نداره، یتیم است. او ما بگویم که ای وکیل صاحب امی پول جمع کردیم، بیا کلی ما توافق میکنیم دمی محله و دمی مربوط مسجد ما یک خانه یتیم است، بیوه است، بیا امی پول برای مزو بدیم. میده؟ قطعا نمیده. معلوم شد که یا ثواب کار نداره یا میله را کار داره. یا میله را کار داره یا ثواب کار نداره، مقصدشانی نیست. قرآن کریم اینجا میگه و آت المال، میده مال علی حبی، با امرای محبت بدادن. دادن محبت داره. هر مرتبه که در دستش چیزی میآید صرفه نمیکنه. مسلمانی موسمی نیست که تنها در میلاد بده و تنها در ختم عید تراویح بده، نه. هر موقعی که برش میاثر شده، ضرورت پیدا شده، یک بیوه برش استاد شده، معیوب برش استاد شده، خصوصا در رمضان مبارک، داده ماله. اینی طور مسلمان باشه، مسلمان موسمی نباشه. روزی سه شنبه نفر برش میاد به نام الله از پیشش سوال میکنه، مادری ما یک نانه برش بیرون نمیکشه. خود شوی جمعه که میایه عقیده داره که ارواح مردا میایه، حالی نانه کسی ضرورت هم نداره، با زور به مردم روی میکنه. این را مسلمان های مسلمی میگه. مسلمان های مسلمی رو میفهمه. مسلمان های مسلمی در نماز هم داریم. رمضان که میشه در صف اول استاد است که رمضان برای باز با دوربین دیده نمیشه. اما تو است یا نه؟ مسلمان های مسلمی زیاد داریم ما و شما. مسلمان مسلمی نمی باشه، هر موقع حاضر آماده به دادن است. و آت المال، میدهد مال علی حبی، امرای محبت به الله. مال میده به خاطر محبت الله میده، لحاظ و ملاذ دیگر در نظر نگرفته.
اینطور نمیگه که فلانی مرا گفته اینمی عالی برش میدم، بلکه محبت با الله داره. در جایی که الله خوش میشه دمون جمال خدا مصرف میکنه. قرآن کریم از اول صفحه که ورق میزنه دادن مال قید مانده، قید فی سبیل الله، در راه الله. به کی بده؟ در یک جای شما بکشی که پخته کنه و کار روان کنه. در یک کار نوشته میشه از وکیل صاحب شروع میشه، وزیر صاحب، مدیر صاحب، بگوی رئیس صاحب، خاتمه در کی میشه؟ معلم صاحب، استاد گرامی مکتب فلانی خان، السلام علیکم. اما تو رست یا نیسته؟ شما را به الله قسم یک کارت به نام بیوه نوشته میشه، به نام یتیم نوشته میشه، به نام معیوب نوشته میشه. پیردار گذاشته بیچارگکا زنای چادری کنده کنده چرک پلود، امون جامعه در قطش جامعه چرک پلود است. خواه از او طرف نفر که چشما را سرش میکشه که دور شو و بیچاره قراباز میشینه که خواب بولس عذر میشه. میایه امی آجی صاحب با آشپز چی میگه؟ یک چیزی پس خورده نمانده از مردم کمی ها را بدیم گم شوه. بازو پس خورده را به این بیچاره میده به خاطری که یا گم شوه، خو به این گم شوه میشه. خو قرآن علی حبی قیده میمانه. مال میده به محبتی دادن، با امرای از که مال برش محبوب است، خو الله پیشش محبوب است. مالم دوست داره خو میده در راه الله و محبت قطع الله داره. به کی میده؟ قرآن برای ما مشخص میکنه که به کی بده، از کی شروع کنه، کدام جای نیاز داره. من خو میگم که عمه و خاله از پیش ما مانده. الله میگه ذوی القربا و کسانی که صاحب رشتهشان است، کاکا، ماما، بگوی بچه کاکا، بچه ماما، خاله، مردمایی هستند که هیچ چیزام نداره، دستگدایی را به مردم دراز کرده و تو اینجا بالا باد کرده رویستی ختم گرفته ای ختم گرفته ای. مردمایی را از کار و غریبیم کشیدی، از دکاندار از دکانداریش، معلمه از معلمیش، و اینجا بری از یا نان داده رویستی، اونجا خالد هیچ چیزام نداره، دست گدایی را به دیگه کس پیش کرده. قرآن میگه ذوی القربا، اول کس که میدی مال برای کی بده؟ صاحب رشته. چرا؟ در اونجا چند ثواب میشه؟ دو، یکی صله رحمی، دیگه صدقه. والیتاما میده مالی خدا، والیتاما برای یتیم میده پس از ذوی القربا. در جمله قریبای رشته دارای دیچ کسی هم قابلی دادن پیدا نمیشه، کلش مالدار از روزگارش خوبیش است، حالی کی را پیدا کو؟ والیتاما به کسانی که پدر نداره، سرنوشتش خراب است، در بدر از خاک بسر است، به او طور یتیم بده، یتیم پیدا کو. هیچ کسا سرگردان نکو، کارتام نخر، خودم ده تکلیف نکو، به مردمم نعوذ بالله ریا نکو، پرتی کده برو یتیم پیدا کو، برای یتیم بگو چی نیاز داره بچیم؟ آرد، روغن، چی چیزتان کم بود است؟ کالا نداره؟ شما بگوی. آیا کسی که دمی طور ماه مبارک رمضان در خانه یتیم بره قدم بگذاره و از یتیم پرسان کنه چی نیاز داره و او نیاز دیر آرد، روغن یا کالا را داشته باشه و رخت متر کنی، امو قسم که با بچه تا سازو کدم بالاتر رخت متر کنی او را بدوزی و ببری با بو یتیم قبل از اینکه عید میرسه به می یتیم بدی، تو چی تصور داری که چه قسم ثواب الله تبارک و تعالی برات میده؟ بگو. او یتیم احساس ازیره میکنه که پدرم نیست، در صورتی که تو حیثیت پدر بری از او بگیری، در صورتی که تو امر الله تبارک و تعالی را بجا بکنی. ما خیراتا را منع نمی کنیم، نه مخالف با دیگ بار کردن هستیم، نه مخالف با خیرات هستیم، ولی مسلمان گفته بودیم که مسلمان تنها خود از گناه نگاه نمیکنه، مسلمان مال خود در جای درست مصرف میکنه، علم خود در جای درست مصرف میکنه، قوت خود در جای درست مصرف میکنه. بیایی که بگردیم تلاشی کنیم که یتیم کجاست. اگر تو غم کالایش خوردی، دیگه غم آردشه و دیگه نفر غم بوره و روغنشه. حالی یتیم احساس میکنه که پدرم وفات کرده یا نکرده؟ کلا، قطعا نمیکنه احساس. ولی احساس او وقت میکنه
که مادر بیچارهش چیسته، برش بگاه میگه بچیم هیچ چیز نداریم چی کنیم. دانشواز نمیشه به برادری خوش، به یوریش، به کاکایش باز نمیشه. از او خاطر مجبور است که بچگه که خود روان کنه، گندنه را بخره. صبحکی وقت از خود در شام مردم در دسترخوان جمع میشه، قطع عیال خود روزه افطار میکنه. یتیم بیچاره کوچه به کوچه بگرده که بولانی را بخری. چرا که به دیگه خواهرکا و برادرکای خود یک چیزی نان کمایی کنه. ای مسلمان، به الله قسم، دستورات الله دستورات است. هدایات قرآن هدایات است. اگر ما تو این طور موقع را از دست میدیم و میریم برای نمایش کارت نوشته میکنی، به کسی روان میکنی، تو را به الله قسمی قبول میشه؟ آلی اردویش تو مقایسه کو، تو را الله عقل داده، خب مقایسه کو که کارت میخری به نام کارت مردم طلب میکنی، به نام خیرات و ختم، یا در خانه یتیم قدم میگذاری، کدامش؟ الله متعال خود میگه که میده در یتیم میده، خود تو میگی نه. ای جنابی عالم و ملاصب، تو را به الله قسمی آیت گاهی به مقتدی تلاوت کردی، تشریح کردی؟ یا تو خوش هستی که کارت با ما برسه، خب با ما 500 و 1000 نخت است ختم؟ کدامشه؟ ای مولا صاحب، تو را به الله قسم یتیم از دروازه مسجد پس روان نکردی؟ به خاطری که پنجشنبهگی ناورده بود بیچارگک، درس برش نگفتی. تو عالم هستی، در روز قیامت به الله چی جواب میدیم؟ والمساکین، بعد از او به مسکینا بده، کسایی که ضرورت داره، چیز نداره، کار روزگار نداره، بیچاره نشسته، حیایشان میه که بره در مسجد آواز بده، لیکن در خانه نانی خشکام پیدا نمیشه، روزه است. و ابن السبیل، بعد از او خرج میکنه مال خود در راه الله، در کسی که بچه راسته مسافر است، هیچ کس کوی نداره، عزتمند آدم است، جیبیش کی صبور زده، بیچاره است، کسی کلینر بیابش میکنه. در این طور کس تو پیدا بکو میایه یک دفعه گریانم میکنه، در پیش روی مردم میگه که مردم به الله قسم تالی را سوالم نکردم و ما شخصی سوالم نیستم، لیکن سیاسر قطمه به خاطر تداوی آوردیم، کرایی را نداریم که در قریه ببریم، به نام الله اگر چیزی برا بده که در کرایی را شوه. روز مرا در مساجد همچو مردم داریم یا نداریم؟ و سایرین، به او کسایی میده که وا سوال کننده است از جهت ناچاری، ای ناچار هستن سوال میکنه، عالمیه نام الله رم برد میگیره که به لحاظ نام الله یک چیزی برم بده، داده برش. ما مکالمه را در رادیوها بگوی قطعی مردم نعوذ بالله چیسته نادرست کرده رایستیم، پولی خود مصرف در موبایل میکنیم، قطعی از مکالمات ادامه میدیم. این مردمی است که آمده به نام الله از تو طلب داره، و الله میگه که صاحب بر کسی است که اینی کارا را انجام میده، لاف کسی بزنه که اینی طور عمل داشته باشه، هر کس نمیگه. و فی الرقاب، ده خلاص کردن گردنا او غلامای بیچارهایی که بادارایشان برشان گفته که بری اینی قدر پول بیاری باز شما آزاد هستی. او غلامی که در زیر شکنجه بادار قرار داره، در زبان پیغمبر علیه السلام غلاما ایمان آورده بود و هر روز شکنجه داده میشد. در او زمان آزاد کردن غلام قدرش برای ما معلوم میشد که غلام چقدر قدر داشت که آزاد شود. لیکن امروز او غلاما وجود نداره، دیگه قسم غلاما وجود داره که او را ما آزاد کنیم. کدام غلام آزاد کنیم؟ امی یتیمی بیچاره که توانایی نداره که حالی بره در مکتب درس بخونه، به خاطر از اینکه نان و نفقه بیادرکا و خورکای ریزم سری عزیسته، بیچارگک حالی چی شده؟ یتیم شاگرد هتلی و مستری شده.
الله تبارک و تعالی آدم شاگرد مستری و هتلی نکنه. آخر عمرش خو بالکل تباه استه، در فساد اخلاقی گیر استه. خود دیگه چقدر زیر شکنجه می باشه، پدر نالت گفته صدا برش میکنه یا نمیکنه. میتونیم امی گردن آزاد کنیم، از دستش بگیریم او ببریم در مکتب خصوصی، چند فیس میگیری، داخله چند است و ماگکی، او برات بیان کنه، برش بگویی ای داخلش و ای از اینی قدر ما چی است درس خانیش، او دست شفقت در سر یتیم بکش، برش بگو جانی کاکایش یا چی بیا در زداگه کم، امینجا درس بخوان. اکثر در دیهاتا جنایت از طرف کی صورت میگیره؟ یتیما. مردم عوام میگه سرسبیل است، از این گله نیست، خود سرسبیل است، کس نداره، نه مکتب خوانده، نه کسی توصیه نیک برش کرده، در بدر خاک بسر است. از امی فساد پیدا میشه. خو نکو، جامعه تا سالم نگاه بکو و ای را هم تربیه بکو، ببرشه، گردن آزاد کو، گردن آزاد کو، آدم آزاد کو. آدم دینمی جهالت در قید جهالت بند مانده بود، تو آزاد کشه. قرآن اینمی دستورات داره بیادرایم. تنها این جنه در هر جای قرآن که انفاق آمده این مسئله قطش است. ذوی القربا است، مساکین است، ایتام است، فی سبیل الله است و ابن السبیل است. اینی مردم است. در یک جای نه ملک است نه خان، نه حاجی صاحب است نه مولوی صاحب. در یک جای قرآن پیدا نمیتونی، در حدیث پیدا نمیتونی. آلی امیر عالمی ما چی مسئولیت داره که مردم خدا بفهمانه که پول در کجا مصرف کنه و چه قسم مصرف کنه. و فر رقابه، او خواهری که سالا در خانه بند باقی مانده بود، حتی الله اکبرش جور نبود، الله اکبر میگفت. بیا امیر آزاد کو، پولی تا مصرف کو، موتر بگی که امی خواهر بیاد ترجمه قرآن کریم، عقیدهش صحیح شو، آزاد کردیش، یقینا گردن آزاد کردی. این بند بود بیچاره، هیچ دین نمیفهمید، بیاد اینجا مصرف کو. و اقام الصلاة، قائم میکنه نماز درست برابر میکنه. نماز برابری درستیش به این میشه که به نقش پیغمبر برابر باشه، به مو سیستم که پیغمبر خوانده تو بخوانی. با سیستم پیغمبر نماز خواندن موقوف به ایسته که نماز پیغمبر در حدیث بخوانیم، در حدیث بر ما بیان شود که ما بدانیم که پیغمبر چه قسم نماز خوانده. اگر حدیث نخوانیم از کجا بفهمیم که نماز قائم کنیم؟ ها؟ نمیشه. قرآن از ما مطالبه داره و اقام الصلاة، نماز برابر میکنه، رعایت تمامی مسائلش میکنه، خشوع خضوع سنن مستحبات همه گپایش رعایت میکنه. یعنی رابطه خدا با الله تبارک و تعالی قائم میکنه. یقینا که نماز روحی آدم تقویت میده، تهذیب در نفس انسان پیدا میکنه، تکبر دور میکنه. هر نوع پریشانی استراب که به انسان آمده وقتی نماز میخوانی، تکیه‌گاهی تو پیدا میشه، عاجزی در تو پیدا میشه، الله اجابت میکنه دعایت. و آت الزکات، میدهد زکات، فریضه که از جانب الله تبارک و تعالی برش داده شده، امور چی انجام میده. اینجا مراد از زکات و آت المال علی حبی، اونجا عام صدقات بود و اینجا صدقه فرضی یعنی زکات هم میده. رابطه خدا به مخلوق الله تبارک و تعالی قائم میکنه. این بخش عمل بود. در بخش عمل هم اگری کار کرده باشه. بیای دیگه اونجا و آت المال علی حبی بود. ای یهود چرا میگه شما برنامه عملیتان قطعا نادرست است؟ اینجا الله میگه که مال با محبت مال میده، شما قطعی مال محبت میده، آنقدر نعوذ بالله بخیل هستی که میگه ای ان الله فقیر و نحن اغنیا. همینطور گفتن یا نه؟ الله میگه فقیر است، ما غنی هستیم. همینطور گفته. باز مال ذوی القربا، یتاما، مساکین، ابن السبیل، سائلین و فی الرقاب باید بده، لیکن وا گرفتن مالا را فقط را جور کردن برای خود. برای خود چطور جور کردن؟ لیستی درازه جور کردن. ملا صاحب گفتی سرسایه مقی ملاست، مرده که شده بستره را مردم میکشه، این بستره از مرده است، لکس بستره. ملا صاحب میگه این حقیقی است، ملا صاحب است. 40 بستره در خانهش جمع شده. آلی خانه ملا خو خیلی کم میباشه، اجرگه که چیسته خورد میباشه.
بازی بستر را در خانه کی روان میکنه؟ سرمایه دار حاجی صاحب. حاجی صاحب هم الله برش داده میمانای خود سرش حضور کرده رویست. اما تو راست یا نیست؟ 40 روز نانی مکلف هم ملا صاحب میگه برای ما بیار، در موردت خیلی ثواب میرسه. یهود علمایش همی طور بود، کلی گپا را به خود منحصر کرده بود. خب قرآن میگه اینطور باید نباشه، برنامه عملیت کامل باشه. او اختلاف بزن که بار کیسته، صاحب کمال نیکی کیسته. آلی مسئله احسان اخلاق آمد. والموفون بعهدهم، وفا کننده به عهدهای خود، پیمانایی که بسته کرده بمرای الله، بمرای انسان، بمرای خود. قطع نفس خود که کدام پیمان کرده عقیده ایمان آورده، قطع الله که کدام پیمان کرده. هر کس که مؤمن شد پیمان به الله میکنه که نمازهای 5 وقتی تا میخوانم، در هر سال ماه رمضان روزه میگیرم، اگر صاحب نصاب شدم زکات میدم، اگر مالم اضافه کرد رفته میتونستم در حج میرم، اگر فقیر مسکین همسایه ما غریب پیدا شد قطعا توانمندی بود حتما برش میدم. این پیمان است با الله تبارک و تعالی. پیمان با مخلوقات الله تبارک و تعالی، معاملاتی که میکنی، بیع، خرید، فروش، اجاره، کلش صحیح به طریق درست است. هیچ نوع دلغوشی و فریب کاری دو نیست. این کلش پیمان است. اذا عاهدوا، در آن وقتی که یا وعده میکنه، والصابرین فی الباساء، و دیگه صاحبان کمال نیکی کسانی هستند که صبر کنند است فی الباساء، در حالت فقیری ناداری که چیزی وجود نداره، و ضراء، در وقتی که مریض است انسان تکلیف داره، و حین الباس، خصوصا در وقت کارزار و جنگ. در هر حالت از صبر کار میگیره. خصوصی حالت صبر، یکی حالت فقیری را، ناداری را، و یکی حالت مریضی را. دیگه هم در مقابل دشمن در کارزار و جنگ تو از صبر و استقامت کار میگیری. اینمی مردم لاف کمال نیکی را بزنه، ام در اخلاق و ام در عمل، ام در عقیده. الله نصیب ما بکنه. اولئک الذین صدقوا، مردم هستند صدقوا که راست گفتند و راست زندگی کردن، در عقیده راست، در عمل راست، در چی؟ اخلاق هم راست، کلش راستی بوده. دعوای ایمان و نیکی را اینمی طور مردمای راستین میتانه، نه مردمایی که در زبان یکی در دل دیگه چیز باشه. و اولئک هم المتقون، اینمی مردما متقون است، یعنی در درجه تقوا رسیده و شعار تقوا را به خود کرده. تقوا یعنی یا صفات را پیدا کرده که حالی هیچ وقت خلاف نمیکنه، خلاف قدم نمیمانه. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده، کتب علیکم القصاص، مقرر کرده شده، فرض کرده شده، یعنی اجرای عملی ازی علیکم، بالای شما، القصاص، قانون قصاص برابری را میگه، یا پشت سر یک امر کار دیگری را کردن. فی القتل، در کسانی که کشته شده، الحر بالحر، آدمی آزاد در مقابل آزاد، والعبد بالعبد، غلام در مقابل غلام، والانثى بالانثى، زن در مقابل زن. فمن عفی، کسی که برش عفا کرده شود، له، برای ای کس، من اخی، از طرف برادرش، شیء، یک چیزی، یعنی قصاص از پیشش نگیره، فاتباع بالمعروف، تابعداری کردن است همی کسایی که عفا کرده به طریقی که مشروع است، و ادا کردن دیت صله به سوی ورثه مقتول از طرف قاتل، به احسان، به بسیار طریقی نیک. ذالک، ای روا کردن، ای حکم، تخفیف من ربکم، سبکی آوردن است، آسانی آوردن است از جانب پروردگار شما بالای شما، و رحمت، سبب وسعتی چیست؟ وسعت مهربانی الله است. فمن اعتدى بعد ذلك، کسی که تجاوز میکنه پس ازی، فله عذاب علیم، برای ای عذابی دردناک است. حالت چطور بود در او زمان؟ کسی که نعوذ بالله قتل صورت میگرفت، اگر از یک خاندان خیلی ناچیزا می بود، میگفتن ما از خاندان بزرگ نفری بزرگ قتل میکنیم، اگر از ما غلام کشته میشه از شما آدم اصیل میگیریم، اگر از ما زن کشته میشه از شما مرد میکشیم. الله تبارک و تعالی این نظریه ها را رد کرد و گفت که نه، ترک شده نمیتونه، خون کلگی یکسان است. از خاطر غلام در مقابل غلام، آزاد در مقابل آزاد، چیست؟ زن در مقابل زن، مرد در مقابل مرد کشته شود. قصاص امیر میگه. پس اون نظام طبقاتی که از تو آدم عادی کشته شده، تو میگیری از او قوم آدم بزرگیش بکشی، این قطعا درست نیست، این قانون غلط است. اصلی آیت منظورش نمیسته.
یعنی در اینجا مساوات است. اگر قاتل هر کس است همون قاتل کشته شود، اگر آزاد است، اگر غلام است، اگر زن است، اگر مرد است، هر چی که است. اینطوری است که قاتل چی باشه؟ غلام باشه. تو میری نه او را نمیکشی، میگی نه آزادم و میکشم، غلام چی کنم؟ حالی باقی مان که در این موضوع علما اختلاف داره یا نداره که آیا مثلا چیست در مقابل غلام آزاد کشته شوه یا نشوه. در این صورت علما اختلاف داره. مثلا در مقابل کافر مسلمان کشته شوه یا نه. یک تعداد علما نظر به سوره مائده آیتش که در اونجا عام است، النفس بالنفس گفته، نفس در مقابل نفس است. خدا کنه که نفس کافر باشه مسلمان، زن باشه یا مرد، غلام باشه آزاد، بس دیگه. اگر قاتل غلام بود بعد در مقابل چیسته، اگر قاتل حر بود غلام کشته بود بعد کشته شود. اگر قاتل مسلمان بود کافر کشته بود بعد قصاص شود. اگر قاتل مرد بود زن کشته بود بعد قصاص شود. از دو خاطر یک تعداد علمای نمی عمومی آیت هم دلیل میگیره و میگه که نمی قسم بس دیگه مساوات است، قاتل که هر کس از کشته شود. اما بعضی علما تفکیک میکنه بنابر احادیث. مثلا قاتل مسلمان از کافر کشته، در مقابل کافر بعد قصاص. مولا خیست غلام خود کشته، در مقابل از او بعد چی نشوه؟ قصاص نشوه. این قسم مرد زن کشته، در مقابل زن میگه مرد کشته نشوه. البته این نظریات متفاوت در بین علما است که یک تعداد قائل است که این تفاوت وجود نداره و یک تعداد علما میگه که نه تفاوت وجود داره. در اینجا منظوری است که کدام در زمان جاهلیت که در مقابل یک قتل دو قتل میکرد، در مقابل غلام آزاد میکشت، یا در مقابل چیست بگه آدمی که از طبقه پایین می بود از طبقه بالا نفر میکشت، الله تبارک و تعالی سر از رد میکنه. میگه نه، برنامه اجرا کردن برنامه قصاص این بالکل بینمی قانون صورت بگیره که حر در مقابل حل، یعنی آزاد در مقابل آزاد، غلام در مقابل غلام و زن در مقابل زن باشه. تو نشوه که زن اصل چیست کشته شده زن است او تو میگیری اونجا میری میگی که نه من مرد میکشم، این کار کردن نمیتونی. فمن عفی له من اخیه شیء. در زمان یهود و نصارا سر یهود همیشه قصاص بود، هیچ عفو کردن گپا وجود نداشت. نصارا عفو کردن سرشان فرض بود، قصاص وجود نداشت. اسلام دینی درمیانه است، هم قصاص داره و هم عفو داره. چرا؟ دایی چی کمال است که هم عفو باشه و هم چیست قصاص موجود باشه؟ به خاطری که بعضی اوقات قاتل کسی می باشه که از بین بردن از او سبب بدبختی دیگه چیست ورثه مقتول دیگه هم میشه. ما در یک معامله قتل رفتیم، چیست خسربره خیسته بود، داماد به قتل رسانده بود. حالی اگر امی خسربره قصاص میشد، امی خوارزاده اولاد خودشان به سر نوشت و به سر پرست میمان و اولادی که خوارزادهش بود و هم چی میشد؟ به سر پرست باقی میمان. الله تبارک و تعالی عفو را اینجا مقرر کرده، قصاص نشد. یکی از جمله اینمی کسایی که حق قصاص داشت او بخشید امو چی را؟ ایسه خدا. قاعده است که هرگاه قصاص بخشیده شد از طرف کل یا بعضی، آلی واجب چی میشه؟ دیت میشه که دیت سری آدم میشه که با ورثه مقتول بده. آلی ما اون نفر قصاص نکردیم به خاطر ازی که همین کل سرنوشت اطفال و خردا در دوش ازی باقی مانده بود و این آدم سخت پشیمان بود. ای که در او حالت غضب شیطان حرکت کرده بود و او آدم از بین برده بود، آلی پشیمان بود. خدای اسلام الحمدلله که اردو را وجود داره. البته قصاص در صورت میشه که عفو سبب بدبختی دیگه از او آدم میشه که او دیگم نعوذ بالله جرأت پیدا میکنه، در اون صورت باز عفو نشوه قصاص شوه. اما در صورتی که او مردکه پشیمان باشه باز عفو شوه، دیت گرفته شوه. البته اگر بیخی عفو شوه این خیلی عمل بهتر است که قرآن در اینجا برای ما بیان میکنه. فمن عفی له، کسی که عفو کرده شد برایش من اخی از طرف برادرش، یعنی کسایی که مستحقین قتل و قصاص ازی آدم است، از او جمله وارثا یک نفرشان چی شد؟ فمن عفی له، کسی که عفو کرده شد برایش من اخی از طرف برادرش، شیء یک چیز، فاتباع بالمعروف، تابعداری کردن به نیکی است،
و ادان الیه به احسان، ادا کردن است به سوی نمو ورثه مقتول به احسان. اینا در اتباع در مورد ورثه مقتول میشه. ورثه مقتول چون قصاص معاف کرده، آلی دیگه از امی گپ خود پیروی کنه، اتباع بکنه، اینطور نشوه که آلی چیسته گپ دیگه قسم دیگرگون شوه. نه، امو گپ محکم بگیره، بگویه که بالکل ما معاف کردیم. خو این طرف کسی که قاتل است آلی نگویه که آلی معاف شدم دیگر کار میکنم. نه، باید بعضی چی بکنه؟ لحاظا را بکنه. قاتل باید به بسیار وجه درست امو دیت بپردازه، تال متال نکنه، بانه نکنه، هر قدر کی داره میالی نخ بپردازه، کی نداره آینده قرض بده، به خاطر که مردم احسان بزرگ کرده که از قصاص چی کرده؟ معاف کرده. پس اینجا از دو جانب الله تبارک و تعالی مطالبه عمل داره. از طرف ورثه مقتول امی گپی خود عملی کردن بدون کدام فریبکاری که در آینده جنجال جور نکنه. دوم است که کسایی که برش عفو شده که قاتل است، یا باید شکر الله را بکشه و بدانه که چی است که این ورثه مقتول چقدر احسان بزرگ امرای ما کرده. در دین اسلام هر دو امر گنجایش پیدا کرد به خاطر که مصلحت دی وابسته بود. ذالک قانون دیت و عفو کردن، تخفیف و آسانی آوردن است من ربکم، در جزاهای شما از جانب پروردگارتان، و رحمت مایه رحمت و مهربانی و شادمانی است. و ادان الیه به احسان، ادا کردن سپردن است الیه به سوی احسان. فمن اعتدا، کسی که تجاوز میکنه بعد ذالک، پس ازی که عفو کرده و بازم موقعی که برات میسر شد قاتل قتل میکنی، فله عذاب علیم، برای آدم عذاب دردناک است. چرا؟ فریبکاری کردی، یک دفعه کردی قتل، با دیت گرفتی و بعد از او که موقع دستت بالا شد دیگه بعد از او قاتل چی کردی؟ از بین بردی. اینجا تو عذاب علیم برات است. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون، برای شما در قصاص زندگی جدید است یا یک نوع زندگی است که او را شما درک کرده زود نمیتونه. یا اولی الالباب، صاحبان عقل، لعلکم تتقون، بخاطر که شما از چی تقوادار شوی، یعنی خود نگاه کنه از مخالفت قانون الله و از قتل ناحق. در اینجا الله در قصاص میگه که زندگی برای شماست با صاحبان عقل. چرا زندگی است؟ زندگی برای قاتل است. قاتل که میفهمه که من قصاص میشم هیچگاه اقدام به قتل نمیکنه. دیگه مردم که میفهمه که قانون است هر کس قتل میکنه قصاص میشه، مردم دیگه هم کلا را چی نمیکنه، چی دست به قتل نمیزنه که او قتل بکنه. چرا؟ میفهمه که والا من قصاص میشم. مردم دیگه هم همین قانون ندیده میفهمه که مردکه به این عمل خود دینمی سرنوشت رسیده، بعد به این سرنوشت گپ نرسه. در اینجا پس او سوالی که مردم میکنه که قصاص خوب نیست، اسلام در 5 چیز خیلی زیاد اهمیت داده و در زندگی انسان 5 چیز خیلی اهمیت داره. یکی نفس انسان، یکی مال انسان، آبروی انسان، عقل انسان، دین انسان. از همون خاطر است زندگی محورش همی 5 چیز است. الله تبارک و تعالی برای این جرم جزاهای متنوع را خود تعیین کرده، به کسی واگذار نکرده. اگر کسی نفس قتل میکنه مقابلش چی است؟ قصاص است. اگر کسی مالی کسی را از دزدی میکنه مقابلش چی است؟ قطع دست قطع میکنه. اگر کسی دین توهین میکنه، تحقیر میکنه، مرتد میشه، اون کشته میشه. اگر کسی عقل خدا غلط استعمال میکنه، چیزای شراب میخوره، اون چیست؟ درد زده میشه. اگر کسی آبروی کسی را میریزانه، یعنی او را تهمت میکنه، حد قذف میشه، دین خود تغییر میده، الله تبارک و تعالی بر ازون مرتب قتل کردنش جزا مقرر کرده. یعنی 5 اصول یا بنیادی زندگی است و الله در مقابل هر کدامش جزا را مشخص کرده، به کسی دیگری اولا نکرده. او دایی حکمت بزرگ است. چرا؟ قصاص وقتی که در یک موقع مردم ببینه که چه حالت است، گاهی هم در محل و موقع چیست دیگه قتل و قتال نمیبینیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. برای دریافت سلسله درس های تفسیر قرآن کریم توسط استاد ابو عبیدالله متوکل رحمه الله با شبکه یوتیوبی مولانا متوکل رحمه الله وارد شوید.